alayotgan yo'q. Nega olib ketisizlar? Hakimat alındı. به نام خداوند بخشنده و مهربان، همدیاران عزیز، درود و رحمت پروردگار به یکایک شما باد در هر کجای عالم که باشید و در هر ساعتی که ما رو تماشا میکنید. موضوع صحبت امروزه ما حادثه‌های قزاقستان است و از همه سوال مهم برای تاجیکستان، برای ما، برای حکومت، برای اپوزیسیا و برای مردم تاجیکستان این حادثه‌ها چه عبرت خواهند داد. کوشش میکنیم در صحبت امروزه خیلی مختصر تحلیل داشته باشیم با هم و بعد از تحلیل بنده اگر دوستان، کارشناسان و مردم عزیزم اگر سوالهایی دارند، بحثهایی در این موضوع دارند، حتما از نیم تا یک ساعت در خدمت آنها خواهیم بود. و حالا شروع میکنیم از ارائه نقطه نظرهای شخصی خودم که من حادثه قزاقستان را چگونه میبینم و ما تاجیکستانی ها کدام عبرت ها را میتوانیم از اون برای خود بگیریم. ملتی برای ما دوست، برادر و همسایه، چون اگرچه ما مرز نداریم ولی یکی از کشورهای همسایه ما هست، امروز در یک حالت بسیار دشوار قرار دارد و همه شما شاهدی حادثه های هستید که یک هفته شد در قزاقستان رخ داده ایستادند و باید اعتراف کنم خودی من هم هیچ پیش بینی نمی کردم که در همین شب و روز با سرعت در این کشور برادر دوست چون حادثه های سر خواهد زد. همه تحلیلگران از آن جمله خودی من هم همیشه می گفتیم که دیر یا زود در آسیای مرکزی این حادثه آغاز خواهند شد. نه تنها در آسیای مرکزی، در همه کشور دیکتاتوری که در آن یک حاکمیت ظالم و دزد و کروپسیونر در سر قدرت است و با اصول خانوادگی باز دولت و ملت را اداره میکنه، دیر یا زود این حادثه خواهد شد، چه قزاقستان باشد، چه تاجیکستان، چه ازبکستان یا هر کشور دیگر. اما من فکر میکردم، پیش بینی میکردم که شاید کشور نوبتی بعد از قرقیزستان و ارمنستان و بلاروس شاید تاجیکستان باشد، چون تمام عامل ها برای آغاز یک اعتراض مردمی در تاجیکستان وجود دارد. هم وجود یک حکومت دزد غارتگر کروپسیونر و هم دیکتاتور و هم مشکلات زیادی اقتصادی، اجتماعی و ده ها مشکلات دیگر، کمبود برق، کمبود معاش، نبودن جای کار و غیره و هاکذا. اما یک بار در کشور قزاقستان این حادثه آغاز شد، کشوری که از لحاظ اقتصادی از همه کشورهای آسیای مرکزی بهتر است، حتی با روسیه هم رقابت میکند. اگر وضع اقتصادی قزاقستان خوب نمی بود، هزارها هموطن ما مهاجرین تاجیک در این کشور جای کار پیدا نمیکردند. شما میدونید که اگر یک قزاق یا قزاقستانی برای کار به خارج برود، هم حتما در یک کار خیلی هم بلند، سردرآمد و کاری با آبرو میرود که از قزاقستان بهتر باشد. اما شما اگر قزاق را نمیبینید که در روسیه کوچه‌روبی کند، راهروبی کند، در یگان جنگل یا فرما یا یگان
جاهای کارهای دشوار و پست کار کند. ما از تاجیکستان شماره زیاد داریم، از قزاقستان، ازبکستان، حتی از ارمنستان و کشورهای دیگر، اوکراین. ولی از قزاقستان اگر یگان فرد نباشد به طور دست جمعی ما مهاجری کاری در روسیه و دیگر کشورها نداریم. این همه بیانگر آن است که وضع اقتصادی این کشور خوب است. درآمد سالانه یک شهروند در قزاقستان از روسیه بیشتر است، یعنی بیشتر از $10,000 بایگری دولت به سر هر یک اهالی، هر یک شهروند راست می آید که در روسیه حتی این مقدار نیست. اما سوال اینجا است که چرا در چون یک کشوری از لحاظ اقتصادی نسبتاً پیشرفته چون این حادثه سر زد، مردم به نشانه اعتراض به خیابان ریختند و این اعتراض ها از اقتصادیات، از نرخ گاز مایع سر شد و پیچید به طلبات های سیاسی. بسیار از تحلیلگران سبب های اساسی را در اقتصاد میبینند، در مسئله های اجتماعی میبینند، اما من شخصا اعتقادم این است که مشکلی اساسی قزاقستان و قزاق‌ها مشکلات اقتصادی نبود، بلکه مشکلی سیاسی بود. چون مردم از حکم یک خانواده به مدت 28-29 سال خسته شدند. مثل که در تاجیکستان ملت تاجیک آهسته آهسته خسته شده است از حکومت یک خانواده، یک چهره، یک گروه. در قزاقستان هم دقیقاً همین حالت رخ داد و اگر اهمیت داده باشد، یک دو روز اول شعار اساسی این اعتراض به بلند شدن نرخ گاز بود، اما بعداً در روزهای اخیر دیگر شعار اساسی این بود که پیرمرد یا پیرکی بیرو، ستاریک اخدی یا به زبان قزاقی صدا میداد و یعنی همه این اعتراض ها روانه شده بود به نظربایف. بنابراین من سبب اساسی این اعتراض ها را در آن میبینم که یک حکومت خودکامه افطریتری طولانی در سر قدرت ماند، اگرچه با پول نفت و گاز و کندنی های زیاد دیگری معدنی در قزاقستان تا جای مردم قزاق صاحب جای کار بود، اما هیچ کس، هیچ یک ملت با فرهنگ، خودشناس، با سواد تحمل نخواهد کرد که یک نفر و یک خانواده طولانی در سر قدرت باشد. و چرا نظربایف نتوانست انتقال قدرت را خوب انجام بدهد تا اینکه برای خود دردی سر ایجاد نکند، برای حکومت توکایف دردی سر ایجاد نکند؟ این سوال ها خیلی زیادن. ما باید که در صحبت های بعدی، در تحلیل های بعدی، بعد از آن که تمام این معلومات ها جمع می شود و مشخص می شود که عامل های اصلی این بی‌ترتیبی ها، این کشتارها که بود، بعد جواب خواهیم گفت. اما آنچه که تا امروز در دست ما هست، تا همین نیم ساعت پیش که من تحلیل ها را می خواندم، تحلیل ها از مرکزهای تحلیلی معتبر جهانی، نه آن تبلیغات و پروپاگاندای تلویزیون ها که چه تلویزیون قزاقستان باشد، چه روسیه، چه تاجیکستان، یا سایت های رسمی یا سایت هایی که نزدیک به اپوزیسیون هستند، اینا بیشتر معلومات را پهن میکنن که به نفع خودشان است. اما اگر انسان بخواهد که معلومات دقیق تر و بی‌طرفانه را داشته باشد، باید برود سراغ سایت ها و سرچشمه هایی که بی‌طرفانه مسئله را تحلیل میکنن و معلومات های واقعی را ارائه میکنن. بیشتر من تکیه میکنم به سرچشمه های آلمانی، اروپایی و خود قزاقی هم که بی‌طرفانه مسئله را بررسی میکنن. اون چیزی که تا امروز ما داریم، خدا را شکر که وضعیت کم کم دارد معتدل میشود و حکومت قزاقستان با راهبری توکایف وضعیت را کم کم زیر کنترل گرفته ایستاده است، اما هنوز هم مشخص نیست که کار با چی می انجامد. چون حالا آهسته آهسته آرام شدن وضعیت معنی آن را ندارد که وضعیت کاملا آرام می شود و از همه مهمش ما باید به این نتیجه برسیم و دیگر مشخص است که دوره نظربایف، حاکمیت پیشوای ملت قزاق، البسی نظربایف در قزاقستان تمام شد. حالا فرق نداره که نظربایف در آزادی خواهد ماند یا او را به یک نفقه نسبتا محترمانه گسیل خواهند کرد، ولی آن چیزی که مشخص است دوره پیشوای ملت قزاقستان در ناخنک، البته چون من هیچگاه اینها را پیشوای ملت ها نمیدونم، نه نظربایف را در قزاقستان، نه رحمان را در تاجیکستان و نه
اون بردی محمدوف رو در ترکمنستان، اینها پیشوا هستند، اینها یک دردسر ملت‌های خود هستند، اما برای خود این لقب‌ها را طبق قانون‌ها و طبق پروپاگاندا چسبانیدند و تا روزی که در قدرت هستند آنها را با این لقب‌هایشان نام خواهند گرفت. اما همون روزی که از قدرت رفتند دیگر آنها پیشوا نیستند، آنها اصلا هیچ کس نیستند. از 2 روز شد که حتی تلویزیون‌های رسمی قزاقستان دیگر نورسلطان نظربایف رو البسی نام نمیگیرند، حتی پایتخت کشور رو دیگر نورسلطان نمیگویند. چند 1 سال پیش بود یا 2 سال پیش آستانه رو به نورسلطان نامش رو تغییر دادند و همین خیلی حرفا هم بود که شاید دوشنبه رو نامش رو عوض کنند با بهانه آنکه دوشنبه نام یک روز هفته است و معنی زیاد ندارد به نام پرزیدنت کنونی تاجیکستان. اگر فرصت کردن تا دوره پرزیدنت بودنش در قدرت بودنش کردن چند مدت باقی خواهد ماند، اما اگر فرصت نکردن دیگر انشاءالله که امیدواریم که نخواهد شد. ولی اگر که کردن بعد از رفتن قدرت باز خواهی نخواهی نام دوشنبه برمیگردد، همونطوری که دیگر حالا نمیدونم تا کیف چی تصمیم خواهد گرفت، اما در رسانه‌های رسمی قزاقستان دیگر یا پایتخت میگن استالیتسا یا اینکه نام پیشینش رو میگیرن. هیکلش رو هم در یک از شهرها کندن و خودش هم دیگر غیب زده است از رسانه‌ها یا بیمار است یا صحت، فرق ندارد. حالا نظربایف طبق بعضی خبرها قزاقستان رو ترک کرده است، طبق بعضی خبرهای دیگر در آستانه هست، اما در هر کجایی که باشد آن چیزی که مشخص است همدیاران گرامی دوره پیشوا داشتن و پیشواداری البسی و رهبری ملت اینها در قزاقستان تمام شد. اما قزاقستان به کدام سمت می رود این سوال باز هست، این سوال نامعلوم است، هیچ کس پیشگویی کرده نمیتواند. قزاقستان 2 راه دارد. اگر مردم پیروز شدند، این تظاهرات و اعتراض ها پیروز شد، احتمال زیاد است که قزاقستان به یک کشوری نسبتاً دموکراتی آزاد و شاید با نظام پارلمانتری تبدیل شود که در آن دیگر یک نفر نتواند طولانی در سر قدرت بماند. اما اگر حکومت فعلی پیروز شود و اون هم با کمک و با یاردمی و سرکوبگری نیروهای ارتش خارجی که الکی وارد قزاقستان شدند، بگذار در پوشش آدکبی هم که باشد، اما ارتش خارجی است، دیگر فرق نمیکند که اون با کدام هدف آمده است. در این صورت خواهی نخواهید تحت تاثیر اون کشورهایی که به حکومت قزاقستان کمک کردن برای سرکوب ملت خودش، او مجبور می شود که دیگر تا درجه با نوا و با آهنگ آنها برقصد. این معنی آن را دارد که قزاقستان در صورت سرکوب شدن این خیزش مردمی برمیگردد به همون قالب یا مدل دولتداری که در روسیه هست، در بلاروسیا هست و در تاجیکستان و در کشورهای دیگری دیکتاتوری هست. البته قزاقستان در دوره نظربایف یک کشور دموکراتی نبود، حتی نیم دموکراتی نبود، اما آنها تلاش میکردند که خود را به هر صورت در خارج یک ایمیج بهتر بدهند در مقایسه با ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان و قرقیزستان. قزاقستان از 2 کشور نام برده می شود و نام برده می شود تا امروز که نسبتاً در اونجا حقوق انسان رعایت می شود، رسانه های آزاد یا نیمه آزاد فعالیت میکنند، حزب و حرکت های اپوزیسیونی بگذار محدود هم باشند هستند، اما در مجموع این یک کشور اتوریتری و خودکامه بود که از طرف یک شخص و یک خانواده اداره می شد. من نگرانیم از همین است، ترسم از همین است که آهسته آهسته قزاقستان این دستاورد خود را هم از دست خواهد داد. اما برای ما تاجیکستانی ها، برای حکومت تاجیکستان، برای اپوزیسیا، برای مردم تاجیکستان این چی عبرت خواهد داد؟ من شک ندارم که امروزها در دوشنبه در حکومت تاجیکستان، در دالان‌های حکومت، در مرکزهای تحلیلی و حتما در داخل خود خانواده امام علی رحمان شروع به تحلیل کردن، به فکر کردن آغاز کردند برای آنکه این تحلیل کنند که چرا چنین شد و خودشان چی کار کنند که حاکمیت رو مثل نظربایف از دست ندهند. من باور ندارم که در حکومت تاجیکستان حداقل در داخل خانواده عقل‌های روشن، عقل‌های سالم باقی مانده باشد که
اینها بیان عبرت بگیرن، نه به خاطر حفظ حکومت و قدرت و پول و ثروت، بلکه به خاطر آن که در تاجیکستان این حادثه تکرار نشود، یک راه حل سیاسی پیدا کنند، از اشتباهات نظربایف و حکومت 30 سالش عبرت بگیرند. البته یک امیدی یک کمی هست، اگر حالا 1% هم باشد که شاید، حالا پره این همه را ناامید نکنیم که امام علی رحمان یا در اطرافش عقلای سالم باقی نمانده است، شاید 1% باقی مانده باشد و همین مصیبت ها، هم جنگ شهروندی تاجیکستان، هم حادثه های بدخشان، هم قشاقی مردم تاجیک و هم این تجربه قزاقستان که حتی در حالت رشد اقتصادی هم مردم از حاکمیت یک نفر خسته می شدن، شاید اینا در مجموع آنها را وادار کنند که فکر کنند و به یک نتیجه برسند. اما من احتمال میدیم که آنها فکر هم کنند بیشتر برای آن به اون سمت است که چگونه حاکمیت خود را حفظ کنند و فکر میکنند که نظربایف اکنون به این خلاصه میرسند و خواهند رسید که نظربایف در مرحله انتقال قدرت به چه اشتباه ها رخ داد. آیا تا آخر حیاتش، تا مردنش در قدرت همچون پرزیدنت و همچون پیشوای ملت باقی میماند بهتر بود، یا اینکه دخترش را به سر قدرت می آورد، یا جیانش را که معاونی رئیس کمیته امنیت ملی و عملا رهبری کمیته امنیت ملی بود، یکی را از خانواده هایش به سر قدرت می آورد و این سوال ها را در نزد خود خواهند گذاشت. من می ترسم که اونها به این نتیجه منطقی نخواهند رسید که بهترش هم برای خودشان و هم برای تاجیکستان، هم برای ملت تاجیک از حالا خودشان خانوادگی از قدرت بروند. حالا به هر شکلی که بروند در افریقا زندگی کنند، در امریکا، در اروپا، در بلاروسیا، مثل کرمانبک باقیف در کدام جنگل حتما لوکاشنکو یگان ویلا یگان دچ رو برای آنها خواهد داد، فرق نمیکند. مهم که آنها دو برد میکنند، یکی اینکه ملت تاجیک را، کشور و وطن را به این تلاطم های اقتصادی و سیاسی و بیسامانی ها که مثل که در قزاقستان و در دیگر کشورهایی که یک کس طولانی حکومت میکند به این دچار نمیکنند. دوم که شاید خودشون زندگی بعدیشون را نه همچون پرزیدنت، نه همچون حاکم، بلکه در یک حالت نسبتا آرامانه بگذارند. اما تا آنجایی که من از لحاظ روانشناسی امام علی رحمان رو میشناسم و بخصوص اسلوب دولتداری و حاکمیتی او از کسانی نیست که با حتی همراهانش، همصفانش قدرت را، حاکمیت را تقسیم کند، چه رسد با مخالفین. اون که یک زمان 30% را به اپوزیسیا داد مجبور بود دیگر، چون نیروهای اولی اپوزیسیا علاقه در 7 کیلومتری دوشنبه بودند و در قصر پرزیدنت در تیررسی نیروهای مسلح اپوزیسیا قرار داشت. روسیه گفت دیگر پول نمیدیم، وضعیت داخلی بد بود، مجبور شد که صلح کند 30% و همگی 2-3 سال و اون رو هم بازگردانده گرفت. منطق دولتداری امام علی رحمان چی در سیاست، چی در اقتصادیات، چی در مالیات این است که یا 100% را داشته باشی یا هیچ چیز را، یا همه را از دست بدی و اون مثل یک قرطبازی هست که وبنگ می رود و با همین اسلوب 30 سال است که رهبری میکند و شاید که در آینده هم همین دوام کند و بگوید که من تا آخر به خون آمدم، به خون میروم و ملت را مجبور کند که دیگر نه از راه گفت و شنید، نه از راه منطق، نه از راه فهماندن، دیگر دست به کارهای دیگر بزند. چون امام علی رحمان وقتی که راه گفتگو را میبندد و بست است، راه انتخابات را بست است که با راه انتخابات هیچ کس یگان رقیب سیاسی جدی در انتخابات راه نمییابد و رقیبان را یا زندانی کرده است یا میکشد یا به خارج، اگر کسی توانست هجرت کرده و فرار کرده به خارج میرود و راه ملت را هم به طور باز کرده است که کسی که در تاجیکستان زندگی کردن نمیخواهد و برایش مشکل است برود در روسیه کار کند، در جنگل، در نمیدونم یگان پدول کوچه روبی کند و در داخل نباشد، در داخل اعتراض نکند. همون صحبت کرد که شما میتوانید نماز بخوانید، روزه بگیرید، اما با سیاست کاردار نشوید. یعنی پیام اساسیش این است که شما میتوانید اگر ناراضیید از من، جای کار ندارید، زندگی دشوار است، مرحمت در باز است، بروید به روسیه، به قزاقستان،
حالا که در قزاقستان وضعیت تغییر کرد، خب میگید برید و جای دیگر کار کنید، به من پول بفرستید از طریق بانک های من تا اینکه پدر و مادرتون در اینجا گرسنه نمونند تماما، اما با سیاست مشغول نشوید. اگر به سیاست مشغول شوید، در خارج هم باشید، بدانید که پدر و مادرتون، زن و فرزندای شما در اینجا در دست من گروگان هستند و این اسلوب رو خیلی خوب استفاده میکنند. الان وقتی که هر کدام از ما هم صحبت کنیم، یک خیش تبار هم در داخل کشور باشد مثل گروگان است، دعوت میکنند و من حتی از بعض دوستانی دور فهمیدم که یگانه برادرم که از تمام خانواده ما فقط برادرم سفرعلی در فیض‌آباد در دهه باقی مانده است، او را باز دعوت میکنن. دعوت کردن همین روزهای آخر برای، حالا معلوم نیست چون با ما 5-6 سال است که اصلا گپ نمیزند، ولی ما این خبرها رو از خیش و تبار و از دوستان خیلی دور میفهمیم، از همدیهگان و هموطنان، و حالا معلوم نیست که برای چی فراد میکنن، چیکار کردن، لط و کوب کردن یا ترسانیدن. به هر صورت یعنی تمام فعالان تاجیک در خارج، حکومت رحمان این پیام رو میفرستد که فراموش نکنید که شما خیش و تبارتون در اینجا گروگان است. وظیفه شما اگر ناراضی هستید از من، مرحمت 4 طرفتون قبله برای در روسیه کار کنید و با ما پول بفرستید، ما از پولای شما استفاده کنیم، ولی فراموش نکنید که خیش و تبار پدر و مادر شما در داخل کشور گروگان هستند. و با این سیاست 30 سال است حاکمیت کرده شده است و ملت تاجیک هم واقعا همه ملت در حالت گروگانی قرار گرفته است. بنابر همین حالا اگر ما بین قزاقستان و حادثه های قزاقستان و تاجیکستان یک پرالیل بگذرانیم یا مقایسه کنیم، اگرچه از لحاظ اقتصادی دو کشور از هم کاملا فرق دارند. قزاقستان یکی از، گفتم پیشترم که از کشورهایی که نسبتاً بای هست، وضع اقتصادی خوب داشت، و تاجیکستان از قشاقترین و کمبغلترین کشوری نه تنها سابق شوروی بلکه در رتبه 13 و 14 کشوری عقب مانده دنیا هست. حالا این استاتستیکای بانک جهانی است. و پس چه عمومیت دارن؟ من عمومیت بیشتر رو در مدل دولتداری میبینم، نه در وضع اقتصادی. مدل دولتداری هر دو کشور خیلی خیلی مانند است. در هر دو کشور هم پرزیدنت خودکامه که نزدیک 30 سال هست حاکمیت دارند. در هر دو کشور هم قدرت سیاسی، نظامی، اقتصادی و مالیوی در دست یک خانواده. در تاجیکستان در دست به واسطه فرزندان خود امام علی رحمان، در قزاقستان در دست برادر و جیانها و دخترش هم تا یک زمان بود که بعداً با سبب مشکلات خانوادگی هم از مقام رئیس سنات و هم از ساختارهای دولتی سال گذشته دورتر کرده شد. اما این با رازگی خود نظربایف بود، نه با طلب و درخواست تاکیف، برای که خود تاکیف اون سالها در اون زمان اونقدر جرأت و جسارت نداشت. خب وقتی که مدل سیاسی به هم مانند است، اقتصاد در هر دو کشور در دست یک خانواده هست و هر دو کشور هم پیشوای ملت دارن. در تاجیکستان با نام پیشوای ملت، در قزاقستان با نام البیسی که هر دوش هم یک معنا را دارد. و این عمومیت ها و این به هم نزدیک بودن ها باعث آن گشته است که ما تحلیل کنیم و پیش بینی کنیم که حادثه های قزاقستان بزرگترین و کلانترین تأثیر را از همه کشورهای آسیای مرکزی در تاجیکستان خواهد داشت. برای همین من پیشتر گفتم که حتما حالا امام علی رحمان با اطرافیانش حتما این سوالها را در نزد خود خواهند گذاشت که چی باید کرد که این حادثه تکرار نشود. یعنی وقتی که اونا میگن این حادثه تکرار نشود، چی کار کنیم که مردم اعتراض نکنن بر ضد خانواده ما و چی کار کنیم که حکومت خانوادگی ما طولانی شود. در آن که ما بیایم وضعیت اقتصادی مردم را درست کنیم، در آن که بیایم ما حقوق شهروندان را بیشتر کنیم، زندانیای سیاسی را آزاد کنیم، با مخالفین و با اپوزیسیون و با ملت خویش گفتگو کنیم، نه، اصلا این در منطق رحمانوف و اطرافیان رحمانوف نمی گنجد. بنابر همین من احتمال میدیم که امام علی رحمان بعد از آن که 200 سرباز تاجیک رو به قزاقستان فرستاد، این به معنی آن بود که باید در اونجا ملت قزاق سرکوب کرده شود، اجازه داده نشود که ملت قزاق پیروز شود
و بعدا مکانیزم سرکوبگری در داخل تاجیکستان رو هم قوی‌تر و بیشتر کند. این به اون معنا است که باز هم فشار بالای آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی فعالیت سیاسی، آزادی دینی و تمام آزادی های دیگر بیشتر خواهد شد و مردم را از تکرار حادثه های قزاقستان و کشورهای دیگر باز هم بیشتر خواهند ترساند. و من فکر میکنم که در این مسئله امامعلی رحمان تجربه بیشتر دارد از تاکایف، از همه کشورهای دیگر. 30 سال است که مردم تاجیک را با افغانستان میترساند که میخواید شما تاجیکستان مثل افغانستان شود، میخواید تاجیکستان مثل سومالی و لیبیا و سوریه و اینها شود. اکنون از این بعد حتما که باز مردم رو با حادثه های قزاقستان خواهد ترساند. اما من فکر میکنم که این ترساندن ها، این هشدارها، اینا چون ریشه‌ای نیستند، مشکلات مردم رو حل نمیکنن، نه مشکلات اقتصادی، نه مشکلات سیاسی و نه مشکلات فرهنگی رو بعد چند ماه تاثیرشون کم می شود. اگر تاثیر کم نمیشد، شما ببینید که در بلاروس همین تابستان این حادثه ها رخ داد و مردم بلاروس به میدان آمد و هنوز هم معلوم نیست که نتیجه این اعتراض ها چی می شود، ولی لوکاشانکو موقتا توانست اپوزیسیون رو سرکوب کند، بعدش رو زندانی کرد. رهبریت اپوزیسیون اساسا در خارج هستند و اگر این عبرت می بود، حادثه بلاروس برای مردم قزاق عبرت می شد. یعنی رهبریت قزاق نتوانست ملتش را با آن بترساند که شما اعتراض نکنید که مثل بلاروس می شوید. حالا در بلاروس مثلا وضعیت خواهی نخواهی بدتر شد، وضعیت اقتصادی اجتماعی، اما ملت قزاق آمد اعتراض کرد. حالا اگر رحمانوف هم مردم تاجیک را با حادثه قزاقستان بترساند، چند روز، چند هفته، چند ماه تاثیر خواهد کرد. من مطمئنم که تاثیر نخواهد کرد، برای آنکه انسان است دیگر. انسان گوسفند نیست که رو فقط با ترساندن و با گرگ بترسانی که حالا گرگ میخورد دیگر، یا کودک رو با این میشه ترسان. بنابراین من باور دارم که این حادثه ها حتما تاثیر خواهند داشت. اما یک نکته رو همدیاران عزیز باید خوب ما و شما تحلیل کنیم. خیلی با دقت خواهش میکنم گوش کنید و خودتون هم با دقت تحلیل کنید که در قزاقستان دقیقاً چی رخ داد. روز دوم از بالارای نرخ آغاز شد. تقریبا شعار پس کردن نرخ گاز 2 روز دوام کرد تا 4م. روز 4م الکی شعار سیاسی بلند شد که نظربایف از قدرت بره، چون که دیگر تو صلاحیتی رهبری کردن ملت رو نداره، دیگر تو پیشوای ملت نیستی. و روز 5 و 6 بخصوص نیمه دیوم روز 4 شبانه و 5 در میدان گروه های مسلح، گروه های خرابکار پیدا شد که عجیبش این است که نه در پایتخت، در آستانه که معمولا در همه دنیا در پایتخت شروع می شود، اما در منطقه ها و در شهر الماتا و این گروه ها شروع کردن به خراب کردن بناهای دولتی و زدن میلیسیونرها، در صورتی که تا اون روز بین میلیسیونرها، بین نیروهای امنیتی و مردم قزاق یک همدیگر فهمی و مناسبت بسیار مصالحت آمیز بود. اگر مردم قزاق واقعا مردم خرابکار و مردم تروریست و اکستریمیست می بود، همون طوری که متاسفانه پرزیدنت قزاقستان گفته ایستاده است، در همون روزهای اول این کارو میکرد. اما 2 روز 3 روز آنها خیلی مؤدبانه مصالحت آمیز اعتراض کردند و اعتراضها فقط شعارهای اقتصادی و سیاسی ولی خاراکتر مصالحت آمیز داشت. اما این گروهی که شروع کرد به شکستن مغازه ها و به دزدیدن و وارد شدن به بیناهای تلویزیون ها و زدن میلیسیونر و حتی کشتن نیروهای امنیتی، این گروه ها کدام گروه ها بودند؟ برای چی آنها میرن بینای تلویزیون رو میگیرن؟ اگر اپوزیسیون سیاسی باشن یا در مجموع اپوزیسیون باشن، بینای تلویزیون رو میگیرن، بجای آن که از طریق این تلویزیون پیامشون رو به مردم برسونن، اونجا رو خراب میکنن، آتش میزنن، بیرون میشون، یا بینای بانک ها رو یا بینای حکومت رو. و آنها خیلی منظم، جوانان خیلی هم مسلح و مجهز و ورزشی و انیق بود که از یک مرکز مدیریت میشن. اما سوال این است که اون مرکز کدام مرکز بود؟ به این مسئله باید خیلی دقت کنیم
هموطنان عزیز، برای آنکه این وضعیت 100% در تاجیکستان ما هم هست و میتواند تکرار شود. همین است که وقتی ما میگیم که باید عبرت بگیرد هم حکومت هم اپوزیسیون هم مردم، محض در همین مسئله است که این نیروها از کجا پیدا شدند. شما هموطنان عزیز میدونید که مثل که در تاجیکستان هست، تمام وزارت‌های کلیدی قزاقستان در دست خانواده نظربایف بود. خودش هم پیشوا، هم رئیس شورای امنیت ملی مثل رحمانوف. حالا وقتی که پرزیدنت بود هم پرزیدنت و خانوادهش در وزارت‌های کلیدی قدرتی، جیانش معاون اولی وزیر کمیته امنیت و دخترش رئیس سنات و تمام اداره حاکمیت در دستشون و کسانی که با واقعیت‌های قزاقستان خوب آشنا هستند میدونن که تمام این قشری نیم جنایتکار و جنایتکار، گروه‌های متعصب حتی سلفی، من اون سلفی‌های معتدل منطقیه که با انصاف هستن اونها رو در نظر ندارم. بعضی از گروه‌های سلفی هستند که اینها هم خود را طرفدار سنت پیامبر میدونن، هم میان مثلا یک حکومت ظالم و یک حکومت دیکتاتوری اولی الامر اعلان میکند و حکومت‌های ظالم از این روزنه یا از این در وارد گروه‌های اسلامگرا با خصوص اسلامگرای رادیکال میشوند و آنها را در خدمت طرح‌ها و پروژه‌های سیاسی خود قرار میدن. این کار دقیقاً در تاجیکستان هم هست. شما اگر اهمیت داده باشه در تاجیکستان، حتی رهبران سلفی تاجیکستان در تلویزیون مرکزی، یک نفر بود با نام محمدی به فکرم، در تلویزیون دولتی تاجیکستان با اون منبر میدادن علیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان صحبت میکرد. برای چی؟ برای آنکه زدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اگرچه حزب قانونی رسمی معتدل بود، این در پروژه حکومت تاجیکستان و نیروهای امنیتی بود و این گروه‌های سلفی در خدمت این حکومت ظالم قرار داشتند و فکر نمیکردند که میان از منبر جز یک بازی سیاسی هستند و برادران خود را، مردم مسلمان را میزنند، سیاه میکنند و در نهایت کار هم خودشان زده میشوند و هم مسلمان های دیگر و در مجموع دین ضرر میکنند. اما اونا را فهمانده نمیشه چون اونا منطق سیاسی ندارن، عقل و دانش ندارن. گفتی بعضی برادران همون ظاهرشان رو با ظاهر اسلامی باریش دراز و پاچه های کوتاه با همین آراسته میکنن، دیگران رو متهم به دور رفتن از سنت و از فرض میکنن، مرتد و مشرک و کافر اعلان میکنن ولی خودشون میان 100% در خدمت حکومت های ظالم و کسانی که بر ضد دین مبارزه میبرن در خدمت آنها هستند. دقیقاً همین در قزاقستان هم وجود داشت و مثل که در تاجیکستان گروه های فاحشه‌کارا، معذرت میخوام، در کنترل آنها بود، چرا که در تاجیکستان هم حتی اون کی بود، پالکونیک حلیموف، گلمراد گفت که وزیر داخله وقتی سفارش داد که بیارید فاحشه‌ها را لباس اسلامی حجاب بپوشانه تا اینکه حزب نهضت رو ما تهمت کرده بتوانیم، دیگر گفت مجبور شدم که من به داعش بپیوندم. در قزاقستان هم دقیقاً همین کارها است، البته نه به این حد بی‌ناموسی بد، ولی گروه‌های نیم جنایی، نیم رادیکال، فاحشه‌ها و اینا همه در زیر کنترل و در خدمت نیروهای امنیتی و در خدمت خانواده بودند. اینها این گروه‌ها را زیر نظارت داشتند برای آنکه ضد اپوزیسیون قزاقستان استفاده برند، ضد مردم، ضد رسانه‌ها و در روز مبادا اگر مردم اعتراض کرد از اینها استفاده برند و متاسفانه استفاده هم بردن و خوب استفاده هم بردن، اما در آخر شکست خوردن. چه خیلی شکست خوردن؟ حکومت توکایف اگرچه خیلی دیر عمل کرد، در نهایت فهمید که دیگر اینجا گپ اون مردم اعتراضگر نیست، چون در روزهای اول توکایف گفت که این مردم را با نام دمونسترانتی نام برد. من صحبتش را که با زبان روسی بود گوش کردم، اینها را با کلمه دمونسترانتی استفاده می برد، اما در این روزهای اخیر دیگر آشکار تروریست میگوید و آنها را جنایتکار میگوید تا نابود کردن آنها باید مبارزه برد. برای چی؟ برای اون درک کرد که از داخل خود حاکمیت با مدیریت بخشی از حاکمیت با خصوص خانواده پیشوای ملت، یعنی برای حفظ قدرتشان این نیروهای جنایتکار و رادیکال و نیروهایی که برای روز مبادا تیار کرده بودن بر ضد میلیسیونرها، بر ضد بانک‌ها، بر ضد تلویزیون‌ها و بر ضد خود مردم استفاده شد و این کار را به حدی رساند که دیگر توکایف مجبور شد که متاسفانه هم
نفرانی در کوچه در خیابان بوده رو تروریست اعلام کند و فرمان بدهد که دیگر به آگاهی تیر بکشند و هم حتی دیگر تا حد دیگر به نیروهای خودش باور نداشت که مجبور شد از خارج کمک نظامی بگیرد از روسیه و حتی تاجیکستان هم تصمیم دارد که 200 سرباز را بفرستد که الکی فرستاده است که در این باره علیحده خواهیم گفت یک تصمیم یا قرار از لحاظ استراتژی بسیار اشتباهی است. و ببینید در تاجیکستان هم دقیقاً همین وضعیت وجود دارد. نهادهای قدرتی از طرف خانواده اداره میشن و در خدمت خانواده هستند. اونها اصلا برادران هموطنان گرامی یک ذره هم باور نکنید که این کمیته دولتی امنیت ملی هست. نامش مثل که در قزاقستان هم کمیته دولتی امنیت ملی بود، نامش همین گونه است، اما اینها کمیته های امنیت خانوادگی هستند. شما باور نکنید که این وزارت کارهای داخلی هست. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان باید ملت تاجیکستان را از جنایتکاری حفظ کند. اینا وزارت کارهای داخلی یک خانواده هستند، هم در قزاقستان و هم در تاجیکستان. در تاجیکستان هم دقیقاً این نیروهای جنایتی، این نیروهای رادیکال دینی و اونها حتی که ببینید چند از بلاگرها میبرند در شبکه‌های اجتماعی با ریش میگن ما را ببینید ما هم ریش داریم، ما هم سنت را رعایت کرده ایستادیم، ما را کسی در تاجیکستان ریش ما را نمیتراشد، مجبور نمیکند. بله تو رو نمیتراشد، برای آنکه تو در خدمت هستی و برای همون تو را اجازه دادن که ریش مانی، برای آنکه بگویند که نه در تاجیکستان هیچ کس کار ندارن. اما اگر یک جوانی آزاد مثل اون ژورنالیست که یک کم تریش داشت میخواهد با ریش پاسپورت بگیرد، او را اجازه نمیدن. یا یک دانشجو را، یک جوانی که میخواهد حالا به خاطر ماده هست یا به خاطر سنت پیامبر اسلام صلوات الله علیه هست، به هر دلیلی باشد میخواهد ریش داشته باشد، اما با او اجازه نیست. و شاید هم حکومتدارا با چند نفر دیگر رومالدار را هم یاره در پیش تلویزیون بگویند که من خانم‌های تاجیک با رومال با حجاب گشته ایستادن، اما ما و شما میدونیم که سیاستی اصلی چی است. این گروه های نیم جنایتی، نیم معذرت میخوام حتی گروه های فاحشه‌ای هم که بعد آنها را برای نوار گرفتن و شانتاژ کردن اپوزیسیا و ملاها و ژورنالیست‌ها و فعالان اجتماعی استفاده کردن، چه فاحشه‌های مرد و چه زن فرق ندارد. در دست ما معلوماتی هست که یک گروه فاحشه‌های مرد را هم دارند که آنها را برای شانتاژ کردن زنها و خانم‌ها هم استفاده میبرند و استفاده هم بردن. و این ملاها را در اختیار دارند، نیروهای ورزشکار چاپلوس را هم در اختیار دارند که در روز مبادا مثل قزاقستان بیایم با سپارش همه جا را خراب کنند، هم اعتراضگران را بزنند و هم بناها را خراب کنند، وضعیت را جنگی کنند. در بعض جا این سیاست کار میدهد، نتیجه میدهد، در بعض جاهای دیگر شکست میخورد. در قزاقستان شکست خورد، البته هم شکست ملت شد هم شکست دولت قزاقستان. برای چی؟ امروز رئیس کمیته امنیت ملی قزاقستان را حبس کردن، یعنی یتیم قزاقستان را حبس کردن. کسی که باید امنیت دولت و ملت را تامین میکرد الکی با اتهام خیانت به دولت حبس شد. شنیدم که جیانهای هر دو جیانی نظربایف را هم حبس کردن، همونه که معاون یکم رئیس کمیته امنیت ملی بود و اون غیرت ساتیبالدویف رو هم که قبلا او هم در امنیت کار میکرد، بعدا به تجارت گذاشت، یکی از میلیاردرها است، اینا رو هم حبس کردن. خب تصور کنید اینها خودشون که یعنی یتیم فی قزاقستان متهم به خیانت به دولت و ملت شده ایستاده است. کی کفالت میدهد که یتیم فی تاجیکستان یا رمضان رحیم زاده یا هر کسی دیگر یا حتی همین پرزیدنت امام علی رحمان هم، حالا معلوم است که تقدیر نظربایف چی می شود، احتمال دارد که او را هم متهم به خیانت به وطن و ملت کنند، حالا هیچ کس چی گفته نمیتواند. و یعنی پیشوای تاجیکستان هم، پیشوا در ناخنک هم در عملهایش در فعالیتهایش میتواند نشانه های کلان خیانت به وطن و ملت در آینده از طرف حکومت بعدی پیدا شود. بنابراین دوستان عزیز، وقتی که ما تحلیل میکنیم باید تحلیل رو خیلی عمیق و وسیع کرده باشیم. دیگر فکر نکنیم که خائن ملت فقط اپوزیسیا میشود، همونطوری که در تاجیکستان مرا خائن ملت اعلان میکنن، تمام اپوزیسیا را خائن ملت اعلان میکنن. و این هم نیست که وطن دوست و پاتریوت و انسانی سالم فقط در حاکمیت باشد، چه که در تاجیکستان هر کسی که در حکومت است
یا در وزارت کار میکند یا در اونگارد هست یا در هر گروهی نزدیک به حکومت، یا اینا همه وطن دوست و پاتریوت باشن و کسی که در خارج است و در اپوزیسیون هست او تروریست و خائن. رول ها، نقشه ها زود تغییر میکند. نظربایف تا دیروز پیشوای ملت بود، خانواده‌اش در سر قدرت بود، امروز با اتهام خیانت به وطن حبس شده ایستادن. خب کی کفالت میدهد که همین به سر رحمانوف و خانواده‌اش فردا نمیآید؟ پس فردا نمیآید. بنابر همین من با کمال مسئولیت و این را با دلیل‌های قاطع میتوانم بگم که در رفتار، همونطوری که در رفتار نظربایف وزیر امنیت قزاقستان و حتی در رفتار امروزه توکایف عنصرهای جنایتی وجود دارد، در رفتار امام علی رحمان، یتیموف، رمضان رحیمزاده، یوسف رحمان و دلخواه منصبدار تاجیک عنصر و عملهای جنایی با یک چند ماده جنایی کودکس جنایی تاجیکستان وجود دارد و دلخواه نفر میتواند آنها را امروز متهم کند. فردا اگر قدرت را یتیموف به دست بگیرد که این از حرکت ها معلوم است، اولین کسی که با جرم خیانت به وطن حبس خواهد شد رحمانوف و اطرافیانش است. اگر این کارو نکند یتیموف کشور را مدیریت کرده نمیتواند. یا رمضان رحیمزاده اگر بگیرد. من حالا عبرت بزرگ و کلانترین را که خانواده رحمان از این حادثه قزاقستان خواهد گرفت از نگاه من این است. دوستان گرامی، شما تصور کنید که چه وضعیت در قزاقستان رخ داد وقتی که توکایف همچون میراثبر حکومت نظربایف با سر قدرت آمد، از طرف کی ضربه خورد؟ از طرف رئیس کمیته امنیت وزارت‌های قدرتی و به همین خاطر است که آنها را حبس کرد. و خود وقتی که توکایف با سر قدرت آمد بعد از نظربایف، الکی اون الیت کهنه، خانواده نظربایف، رئیس کمیته امنیت ملی، اینها همیشه در یک حالت نگرانی بودند که کی اینا حبس خواهند شد، دیر یا زود اینا حبس خواهند شد، چون توکایف خواهی نخواهی اگر بخواهد که قزاقستان را مدیریت کند باید کماند خودش را بیارد. نمیتوانست و اصلا توکایف با کماند نظربایف کشور را اداره کند. برای همین بود که او را میگفتن یک میبلی نظربایف است، سایه نظربایف است و به اجازه که نظربایف دولت را اداره نمی کند و آبرو هم نداشت در قزاقستان. من نمیدونم بعد از این حادثه آبرو پیدا خواهد کرد یا نه، ولی تا امروز پوتین در ماه دکبر وقتی که در سنت پترزبورگ نشست سران کشورهای اسنگی را دعوت کرد، اول با نظربایف ملاقات کرد، بعد با توکایف. یعنی خودش الکی معنا داشت که در قزاقستان خودت پرزیدنت نیستی. بنابر همین توکایف مجبور بود که آهسته آهسته کماند خود را سر قدرت بیارد وگرنه قزاقستان را اداره کردن نمیتواند. و سبب اصلی این مشکلات امروزه قزاقستان هم در وجود همین مدل دو حاکمیتی بود، یک پیشوا و یک پرزیدنت. خب تصور کنیم که در تاجیکستان هم امروز رحمان خودش هم پیشوا هست، هم پرزیدنت، هم رئیس حکومت، هم رئیس شورای امنیت ملی و همه چیز. و این برنامه که رحمانوف دارد برای آنکه خودش همچون پیشوا طبق کنستیتوسیا بیاید و بماند و یکی را از خانواده‌اش احتمال زیاد رستم امامعلی را همچون پرزیدنت بنشیند، همچون توکایف، و با همین مدل قزاقی کشور مدیریت شود. یعنی تا امروز در سر امامعلی رحمان همین نقشه بود، فقط با بهانه‌های این اپراسیا با تأخیر می افتاد. یک وقت کرونا ویروس سر شد، یا وقت دیگر حادثه‌های افغانستان و اینک حادثه بدخشان. اما من باور دارم که بعد حادثه قزاقستان وقتی که این مدل دیگر کار نداد، امامعلی رحمانوف حتما یک فکری ریشه‌ای خواهد کرد. و حالا تصور کنید که اگر رستم امامعلی سر قدرت بیاید و با پرزیدنت شود، اولین کاری که خواهد کرد باید که یتیموف و رمضان رحیمزاده و یوسف رحمان و تمام این گواردی کهنه را از قدرت دور کند، یا با خوبی آنها را گسیل کند که آنها دیگر هیچ کاری کردن نتوانند، یا آنها را باید حبس کند. اگر نکند
اینها اجازت نخواهند داد که رستم امامعلی حاکمیت کند، قدرت رو به دست بگیرد و اصلا رستم امامعلی هم نمیتواند، هر کسی هم باشد به جای رستم امامعلی، مثل که توقیف بود یک سایه نظربایوف، رستم امامعلی هم همچون پرزیدنت یا دخترش آزاده هم بیاید یا هر کسی دیگر رو امامعلی رحمان پرزیدنت ماند، همچون یک لختک در دست پیشوای ملت باقی خواهد موند و اون نمیتواند کشور رو مدیریت کند. بنابر همین حالا من یک نکته رو میخوام اینجا اشاره کنم، چرا این ستاره گواردیا یا گواردیای کهنه نمیخواهند که امامعلی رحمان قدرت رو به یک نفر دیگر انتقال بدهد و تا مردنش تا آخرین روزش در سر قدرت بیاد؟ به دو سبب، یکی اینکه تا روزی که امامعلی رحمان هست اینا در قدرت خواهند بود، اینا خودشون هم سینشون به 70 و نزدیک به 70 رسیده است به سن نفقه، اما اینا آینده خود را با امامعلی رحمان میبینند. برای همین تلاش کرده ایستادند که جایگاه یا شخصیت آبروی هر کسی را که احتمال جاینشینی رحمان شدن دارد و از طرف خود رحمانوف تعیین می شود و حتی عضو خانواده رحمانوف باشند، جایگاه آنها را به نابودی برسانند، پس کنند در جامعه و همیشه تاجیکستان را در یک حالت بحرانی نگه بدارند که امامعلی رحمان نتواند این اپراسیون انتقال قدرت را انجام بدهد. همین است که گاه گاه در تاجیکستان در بدخشان این حادثه ها رخ میدهد، همین است که سابوتاژ های اقتصادی می شود و همین است که نوارها و معلومات های صرف خانوادگی از فرزندان و از دخترها و از داخل خانواده امامعلی رحمان به دست مخالفین می رسد. شما فکر میکنید که این گونه معلومات ها از طرف آدمان عادی فرستاده می شود به خارج به دست مخالفین؟ نه، این هدفناک است به خاطر ضعیف کردن اون نفری که احتمالاً میخواهد به سر قدرت بیاید، چون که اگر اون به سر قدرت آمد حتما وزارت های قدرتی را افراد خودش رو میارد، پاکسازی میکند، اینا رو یا زندان میکند یا از قدرت دور میکند و برای اینکه این اپراسیون تا آخر عمر امامعلی رحمان و یتیموف و رمضان رحیم زاده و دیگر قدرتمندان ادامه کند، اینها هم وضعیت رو در داخل از لحاظ اقتصادی، امنیتی و سیاسی متشنج میکنند، سابوتاژ ها میکنند، هم به اپوزیسیا گاه ناگاه این معلومات ها رو میفرستند تا اینکه شبکه های گوناگون که اپوزیسیا هم یکسان و اینترنت که همش در کنترل یک نفر یا دو نفر باشد، این معلومات ها رو دیگر به مردم فاش کنند و تا اینکه جایگاه مردمی میراثبران آینده در جامعه پایانتر برود. من برای چی را میگم؟ من به بعض دوستان برادرانی که بلاگر هستند و فعال هستند همیشه این هشدار را میدم که برادران، ما نباید بازیچه دستی کدام یک مافیا و کلان های داخلی تاجیکستان باشیم. یعنی وقتی که معلومات رو میفرستند هدف این است که معلومات نشر شود، حتما این روانه شده است ضد کدام گروهی رقیب در داخل حاکمیت و از یک طرف این از لحاظ فردی، انسانی، شرعی شاید که ما باید احتیاط کنیم و نباید به مسائل خانوادگی یک انسان حتی اگر دشمن و رقیب ما هم باشد دخالت کنیم، اگرچه اونها اون بدبخت ها و اون به انصاف ها این کار را میکنن کرده ایستادن، اما ما نباید این کار را تا به این حد بکنیم. این از یک طرف. از طرف دیگر ما نباید بازیچه دستی کدام یک گروه باشد که اونها از دیگر فرق نمیکنن، یکی با دستی ما دیگر رو میزند. چند سال قبل به دست من شخصا نوارها از اون نفری که رهبر زندان ها بود، اسمش زارا میگفتن، شریپوف، از خانواده اش و زنهای چندمش و معشوقه ها و از خانه ها و ماشین ها و تجارت ها چگونه اون کارهای کرده زندانی ها را، کارهای دولتگری را در بازارها چگونه میفروشند، معلومات های زیاد، عکس و ویدیو رسید و خب دلیل چه بود؟ این از نام سرچشمه های حالا مشکوک، چون این زارا زندانی های سیاسی شما را در زندان عذاب میدهد و شخصی خیلی بد هست، شما این را بر ضدش آشکار کنید که یک انتقام بگیرید از او. و خیلی از دوستان ما دیگر خرسند که اکنون ببینید بعد دست ما این معلومات ها افتاد و حالا از این شریپوف نامش فراموش کردم، از این زارا حالا انتقام میگیریم. این یک انسانی واقعا ظالمه و واقعا هم نسبت نه تنها زندانی های ما بلکه تمام زندانی ها و مردم خیلی ظلم های بیرحمانه کرده است این آدم و انتقام خود را اکنون میگیریم. من گفتم نه،
ببینید اولش که مسئله خانوادگی است، دوم این که شما از کجا میدونید که رو به چه هدف به ما فرستادن؟ و من گفتم تحلیلم این است که این آدم رو از وظیفه میخواهند بگیرن و میخوان این رو به دست ما کنن و تا اینکه این آدم بعد از رحمانوف، از نهادهای قدرتی و از اون کسانی که جای او را میگیرن خفه نشود، بگید خب اپوزیسیون این کار را کرد و نوارها را نشر کرد و دیگر او را از وظیفه گرفتن. ما این کار رو نکردیم، من اجازت ندادم، چون در دست خودمان بود اجازت ندادم که اون نشر شود، تا هنوز نشر نکردیم. و اما بعد 1 ماه گذشت از این حادثه یا 2 ماه باز تکرارا فرستادن که چرا شما نمیکنید این کار را و اینقدر ظلم کرده است، محمد علی را عذاب داده است، سید عمر را، مخزومی ابوالستار را، دیگران را، چرا این کار را نمیکنید؟ گفتیم خب ما چرا این کار را بکنیم؟ شما اگر اونقدر زور دارید، توان دارید، پیش روی این بدبخت را بگیرید که عذاب ندهد. بعد 2 هفته او را از وظیفه گرفتن، کسی دیگر آمونده. بعد من با دوستان گفتم دیدید، یعنی این واقعا ظالم است، این بدبخت است، اما این رو میخواستن بیزنن، به آبرو کنن به دست ما و این رزمارک‌های داخلی حاکمیت است. و دقیقا همون کاری که در قزاقستان شد، یعنی وقتی که مسئله قدرت می رود، نظربایف که خودش پیشوای ملت است، اون رئیس کمیته امنیت، معاونش، دیگر گنرال ها بر ضد ملت خود، بر ضد پرزیدنت خود، بر ضد دمونسترانت ها یا مردم معترض خود آتش کشیدند، گروه های مافیازی را، گروه های ورزشگری را در میدان برآوردند و هم حکومت را، میلیسا ها را زدند، هم تظاهر کنندگان را. من دقیقاً این حادثه را، این حالت را در تاجیکستان هم میبینم. بنابر همین مطمئناً باید قبول کنیم که در بدنه حاکمیت هم نفران خوب هستند وطن دوست و هم خائن ها نشستند که در روز قدرت هم آماده هستند علیه کسی که باشد تیر بکشند. وقتی که آماده است بر ضد خانواده پرزیدنت، بر ضد نفری که آینده میتواند پرزیدنت شود، احتمالاً به ما مواد میفرستد و با این وسیله عمر سیاسی خود را و امام علی رحمان را طولانی کردن میخواهد، چرا او در روز مبادا با ضد رحمان و ضد کسی دیگر تیر نکشاید؟ حتما تیر خواهد کشید. برای گرفتن قدرت، برای حفظ قدرت خودش اون آماده است که علیه کسی که باشد تیر خالی کند. بنابر همین اینجا نقطه اساسی این است که ما باید از این عبرت بگیریم و دست بکشیم دیگر از اون که فکر کنیم همه خوبها در حکومت و همه بدها در اپوزیسیون است، یا برعکس ما هم فکر کنیم که همه خوبها ما در اپوزیسیون هستیم و همه بدها در حکومت. نه، همون تفکر خیانت به وطن، به ملت، به یا مبارزه برای قدرت، برای منصب در همه جا هست، در همه جا خواهد بود و همون نیروهای سالم که برای ملت، برای دولت، برای آینده کشور مبارزه میبرند فکر میکنند در اپوزیسیون هم هست و الحمدلله و خدا را شکر که بیشتر همینا هستند و در حکومت هم وجود دارد که متاسفانه شمارهشون در اونجا کمتر است. اگر در اونجا شماره زیاد می بود هیچ وقت حکومت در دست رحمانوف نمی افتاد و هیچ کس اجازت نمیداد که امام علی رحمان مثل نظربایف حکومت را به این شکل بگیرد در قبضه خودش. بنابر همین من حالا برگردیم به خود حادثه قزاقستان. من فکر میکنم که رفتار و عملکردهای اپوزیسیون قزاقستان هم نشان داد که متاسفانه آنها از مردم خود، از جامعه خود خیلی دور بودند و نتوانستند مردم رو به سمت مدیریت کنند که این اعتراض مصالحت آمیز و واقعا هم مردمی و عادلانه به یک نتیجه خوبی رسد. خدا کند که در این روزهای بعدی آینده اینها بتوانند پیش روی خشونت و خونریزی بیشتر رو بگیرند و اجازه ندهند که قزاقستان به یک بگیم با گروه کشورهای دیکتاتوری و سربسته وارد شود. اما ما چگونه باید از این عبرت بگیریم؟ این برای ما خیلی مهم است. ما این نیست که فقط باید که حکومت تاجیکستان عبرت بگیرد یا دیگرها، ما اپوزیسیون تاجیکستان هم باید عبرت بگیریم. البته اینجا من نمیخواهم به نمایندگی از همه اپوزیسیون بگویم چون حق را ندارم، اما به نمایندگی از همون بخشی از اپوزیسیون که ما مسئولیت آن را داریم، ما باید سر این مسئله فکر کنیم و بخصوص پیام من به مردم عزیز، به طرفداران ما، به اون کسانی که واقعا درک میکنن که در تاجیکستان باید حکومت عوض شود،
این حکومت چخیلی که نظربایف در قزاقستان مدت استفادهش تمام شد، یعنی هر چیزی که داشت برای مردمش کرد، در تاجیکستان هم دقیقا همین است. این خانواده، این حکومت، یعنی سراغ گادناستیش تمام شده است. این باید عوض شود. اما مسئله این است که چی کار باید کرد که این برای ملت تاجیک با کمترین خراجات، با کمترین تلفات انجام شود، اصلا بدون تلفات انجام شود. این دیگر مسئولیت هم ما اپوزیسیون است، هم مردم تاجیک است و هم اون بخش سالم حاکمیت است که اجازت ندهند همون طوری که در 2 روز اول در قزاقستان رفتار کردن حاکمیت قزاقستان، بخصوص بخش امنیتی و پلیس و اینها، باید دقیقاً همون گونه رفتار کرد که اون بخش فرصت طلب در داخل حاکمیت که اون نیروهای جنایتی و گروه‌های پنهانی رو آماده کردگیان، اونها نتوانند اون رو علیه کشور و ملت استفاده برند. اینجا ما باید عبرت بگیریم، باید بیاموزیم و تحلیل کنیم که یکم کسانی که ما را همیشه فشار میارن از داخل مردم که انقلاب میشود، شما انقلاب کنید، روز رو اعلام کنید، ما آماده هستیم، اکنون باید درک کرده باشید که دیگر روز انقلاب که 21 مارس میشود، 10 سپتامبر میشود، 10 اکتبر رو مثلا روز استقلال میشود، اینا برادران عزیز معنی ندارد. انقلاب با اعلان نمیشود. انقلاب با این نمیشود که یک گروه به خیابان آمدند و دیگر اون مدیریت نداشته باشد و اون رهبری نداشته باشد، نقشه وجود نداشته باشد و بگذار انقلاب دیرتر شود، بگذار ما با آزادی دیرتر برسیم، اما باید ملت بار دیگر سرکوب نشود، باید آن در نیمه راه نماند این خیزش مردمی. چون ما یک مرتبه در جنگ شهروندی شد و 20 سال ملت تاجیک را به فضای غلامی آورد و رحمانوف هنوز هم مردم را از جنگ شهروندی میترساند، از ورود نیروهای خارجی میترساند. یک بار اعلان انقلاب شد، انقلاب نشد، چند سال دیگر باز این روحیه به عقب افتاد. حالا کسانی که این میخواهد که زود نتیجه بگیرید و این میوه که پخته ایستاده است اما هنوز پورا نپخته است، این رو میخواهید زودتر بچینید، من از شما خواهش میکنم در مبارزه، در سیاست، حالا من نمیگم که کی و چی و هیچ کس نباید بها گذاری کند، اما باید در سیاست از تجربه استفاده کنیم، از نظریه استفاده کنیم، از تحلیل استفاده کنیم و این خیلی نشود که میدان و مسئله انقلاب در دست چند نفر بیفتد که نه تجربه انقلاب دارد، نه تجربه سیاسی دارد، نه تجربه دولتداری و شرکت در حاکمیت دارد و نه تجربه مبارزه سیاسی طولانی را دارد. امروز با شرافت اینترنت، با شرافت یوتیوب و بلاگر و فیسبوک، صدها نفر تبدیل شدن به چهره سیاسی و چهره مطبوعاتی و به انقلابی. اگر اینترنت نباشد، اگر فیسبوک و یوتیوب نباشد، اینها نمیتوانند 10 نفر را در دور خود جمع کنند، یک روز 2 روز یک تشکیلات سیاسی بسازند و مدیریت کنند 1 سال 2 سال. ولی این اینترنت همه را تغییر داده است، همه را در صحنه آورده است و همه مبارز و همه انقلابچی و همه قهرمان. اما انقلاب، مبارزه، خیزش مردمی و تغییر حاکمیت برادران عزیز در فیسبوک، در یوتیوب نمی شود و نخواهد شد. این در میدان می شود. اگر در یوتیوب و در فیسبوک می شد، کانال های یوتیوبی قزاقی تا 500,000 بیننده مستقیم دارد، پریامو افیر دارد. من نمیدونم ما رو چند نفر تماشا میکند، ممکن گاه 1000 گاه 2000 گاه حد اکثرش 4000. از دیگر دوستانی که از ما فعالترن تا 5000 و 10000 هم میرسد، اما به حد قزاقا و روسا که نمیرسد. پیام های مستقیم نوالنی را تا من خودم شاهد بودم، 400,000 برنامه‌ای که درباره نوالنی صحبت میرفت مردم تماشا میکردند و برنامه‌اش را تا 100 میلیون بیننده داشت. اما نتیجه چی؟ وقتی که شما در داخل، در میدان، در صحنه نیروی مبارز ندارید، این فعالیت‌های شبکه‌ای و اینترنتی ما به درد نمیخورد. این اهمیت دارد برای رساندن پیام، آگاه کردن، بیدار کردن ملت که ما کرده ایستادیم، برای تحلیل ها، اما نه برای انقلاب. بنابراین برادران عزیز، این برای ما عبرت است. با انقلاب، با حس مردم، با احساسات مردم، با تقدیر مردم نباید بازی کرد.
یک اپوزیسیون مسئولیت شناس قبل از آن که چیزی رو اعلان کند اول برنامه‌اش رو میکشد، دقیق میکند، کمند را تیار میکند، با نیروهای داخل حکومت، آنهایی که نیروهای سالم هستند، مسئله را دقیق میکند که این حادثه قزاقستان تکرار نشود. بعد میآید وارد مسئله میشود، چون که ما باید برای نتیجه کار کنیم، نه برای آن که خب نظربایف از قدرت دور شود یا امامعلی رحمان از قدرت دور شود، با جایش باز یک دیکتاتوری از اون بدتر بیاد. این که هدف ما نیست. بنابراین این برای ما در عبرت است در مجموع، اما برای مشخصا برای پیمان ملی تاجیکستان ما علاقه این مسئله را جدی گرفتیم و جلسه‌های تحلیلی و جلسه‌های داخلی برنامه ریزی شدن، باید تحلیل کرد و واقعا هم باید ما همون روشی که الان داریم، یعنی ما فکر میکنم که خدا را شکر تا امروز خوب عمل کردیم. اول برنامه سیاسی، اول ارتباط با مردم، اول فهماندن هدفها که ما چی میخواهیم، مردم در اون روز چگونه باید رفتار کنند. این مسئله که آیسته آیسته رفته ایستاده است. امیدوارم که دیگر این مسئله خیزش مردمی و انقلاب و تغییر حاکمیت با یک برنامه‌ریزی دقیق، مشخص و در همکاری با مردم، با نیروهای سالم داخل حاکمیت انجام خواهد شد و این درس عبرت برای ما هست و امیدوارم که هم مردم، هم ملت و هم حاکمیت، هم اون بخش سالم حاکمیت از این حادثه عبرت خواهند گرفت. اما در آخر من این نکته را هم بگم که حکومت جمهوری تاجیکستان اشتباه پس اشتباه کرده است. البته فرستادن این سربازها 200 سرباز که در یک حالت استثنایی بود در چارچوب تصمیم ODKB، من فکر میکنم که در دراز مدت این بر ضرر ملت تاجیک و مناسبت‌های ما و قزاقستان خواهد شد. چرا؟ برای آنکه در قزاقستان حادثه داخلی بود. طبق سندهای داخلی ODKB، نیروهای ODKB تنها در صورت استفاده میشن که تهدید خارجی باشد یا یگان حادثه طبیعی مثل یگان آبخیزی، زمین جنبی باشد، در اون صورت میتوانند استفاده کنند. اما در قزاقستان کدام نیروی خارجی وجود داشت؟ تهدید خارجی از طرف کی بود؟ این مشکلی داخلی ملت، مردم با حکومتش بود. بله اون بهانه‌های آوردن که اونجا خارجی ها هستند و حتی گفتن که کسانی که در افغانستان تمرین دیدند و در اینجا دست دارند، اینا یک دروغی هست که دیگر هیچ کس باور نمیکنند. این حکومت های دیکتاتوری آسیای مرکزی و سابق شوروی عادت کردند که تمام مشکلات خود را یا با غرب میزنند، میگن دست خارجی است و امریکا و اروپا و اینها این کارا کرد، یا نیروهای افراطی و تروریستی از افغانستان و حتی در قزاقستان، حتی در بلاروسیه که اصلا شما میدونید در بلاروس وضعیت چی بود و چی هست. لوکاشنکو هم آمد گفت که اینجا تروریسم است و اپوزیسیون خودش رو همون یک خانم تخناز کرد که اصلا اون یک خانم خانه نشین بود با تروریسم متهم کرد. یعنی متهم کردن اپوزیسیون خود با تروریسم، بودن دست خارجی، حضور رزمنده های از افغانستان، این یک بهانه های بی اساس و خنده‌آور همه دیکتاتورهای سابق شوروی شده است. اما این رو بهانه میکنن، کسی باور کند نکند فرق ندارد، میگن که تهدید خارجی است و بعد نیروهای مسلح کشورهای خارجی رو وارد میکنن که استقلالیت کشور رو از بین میبرن. اما برای ما تاجیکان اصلا این 200 سرباز تاجیک از دستش چی میآید؟ حالا به شکل رمزی شاید میرن در یک فرودگاه، در یک بینای قراولو میکنن چند روز، اما این پیام سیاسی دارد. برای رحمانوف پیامش این است که با توقیف بگه که من در پهلویت هستم. حتی شاید بعدا در آینده ها باز توقیف رو منت بار هم کند که من در روز دشوار تو را نجات دادم. البته همه میدونید که این را پوتین کرد و از دست رحمانوف هم چیزی نمی آید. اما همچنین یک دلیل میتواند در آینده استفاده شود. اما از طرف مردم قزاق در آینده این خیلی مهم است. حالا انشاءالله امیدوارم که در قزاقستان وضعیت آرام خواهد شد. از طرف مردم قزاق هر نیرویی که در این شب و روز نیروی خارجی وارد شد، همچون استیلاگر، همچون نیروی غاصب میتواند قبول شود. البته بخشی از مردم قزاقستان گفته ایستادند که دولت ما، کشور ما از طرف نیروهای ارتش خارجی غصب شد. از جمله آنها تاجیکان هم هستند. یادم نرود که در قزاقستان هزارها تاجیک کار میکنند و کی کفالت میدهد که فردا در بازار یک تاجیک را
اون کسانی که قزاقستانی هایی که ضد حضور نیروهای ما در اونجا هستند این رو بهانه نمیکنن و یک شهروند تاجیکستان رو مورد تعقیب و حتی شاید لطوکوب قرار نمیدهند. کی این کفالت رو میدهد؟ از این لحاظ من فکر میکنم که این تصمیم سراسیمه‌وار و اشتباهی بود از لحاظ استراتژی و تاجیکستان میتوانست بگوید و هنوز هم فرصت دارد که ما از لحاظ دیپلماتیک با استفاده تجربه مصالحت آمیز و گفتگوهای تاجیکی که خود رحمانوف باز ویرانش کرد حالا ما میتونیم کمک سیاسی و دیپلماتیک کنیم. بنابر همین من این را یک اشتباه استراتژی سیاسی میدونم و ولی امیدوارم که اون به مناسبت‌های دو ملت تاثیر نخواهد رساند. و در عموم حالا تحلیل ما یک کمی طولانی شد، بعداً میخواستم که دوستان و برادران دیگر هم والی شدن نظرهایشون رو بگن، سوالهایشون رو بدهن. در آخر من وقتی که درباره عبرت میگم یک نکته رو میخوام تذکر بدم که این در شکل سوال است. خود من الان یگان جوابی مشخص ندارم. آیا ملت تاجیک هم با حکومتش، هم با اپوزیسیونش، هم با جامعه شهروندیش بعد این حادثه قزاقستان یک بار از قالب خود بیرون برآمده، حکومتی نه همچون حکومتی، اپوزیسیون نه همچون اپوزیسیون، اعضای کدام حزب نه همچون از دیدگاه حزب خودش، ولی همچون یک تاجیکستانی، همچون یک نفری مسئول برای آینده ملت یک بار فکر میکنیم که چی باید کرد، چی میتوان کرد که در تاجیکستان ما این حادثات تکرار نشود، این حاکمیت مصالحت آمیز از قدرت برود، ما یک تاجیکستان آباد، آزاده، با ثبات که همه فرزندان این ملت بیایند دوری هم جمع شوند، با یک انتخابات در یک فضای دموکراتی باز وارد رقابت شوند، ملت هر کسی رو انتخاب کرد در قدرت باشد، هر کسی رو در انتخابات بعدی رأی نداد از قدرت برود اپوزیسیون شود، همه آزادانه تجارت کنند، مسجد رو با مسجد برود، کلیسا رو با کلیسا، اتئیست به هیچ کجا نرود، ولی همه دوستانه برادروار در زیر چتر یک قانون، یک وطن زندگی کنند. آیا ما این رو میتوانیم کرده؟ آیا حادثه بلاروس، حادثه قزاقستان و حتی حادثه های خودمان برای ما عبرت میشوند یا نمیشوند؟ اگر ما یک مرتبه از قالب اپوزیسیونی، حکومتی، خانوادگی بیرون برای همچون تاجیکستانی فکر کنیم، شاید ما راه حل پیدا کنیم، شاید عبرت عمومی برای ما شود، درس عمومی شود. اما الان من همچون اپوزیسیون فکر کرده ایستادم و برای خودم عبرت میگیرم همچون اپوزیسیون، رحمانوف، امام رحمان همچون حکومتدار، یک گروه سیوم همچون یک نفر دیگر یا گروه دیگر. این واقعی است، این طبیعی است، باید همین گونه هم باشد. اما شاید وقتی آن رسیده است که ما یک مرتبه از این قالب ها بیرون بیاییم و این احتمال را هم بدهیم که یک امکانیت سیوم، یک راه دیگر هم وجود دارد که ملت تاجیک باز آغاز میکند یک مرحله نو را که با هم بیایند، جمع شوند و این مسیری گذشتن از دیکتاتور به دموکراتیا و داشتن یک کشوری آزاد را با راه مصالحت آمیز، با گفت و شنود و حتی بدون اعتراض هم شاید راه حل پیدا کرده توانیم. خداوند نگهبانتان باشد. من اینجا تحلیل خود را به انجام رساندم و حالا شروع میکنیم به نظری دیگر دوستان و سوال ها اگر باشند در خط برادران در استودیو بوده وارد کنند و نظر دیگر دوستان رو بشنویم. بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام. بخشش استاد، من همین کمتر گویم کلتور نگاب نمیزنم. یک دو سوال داشتم. یکم سوال همین است که سوال بولی پلیتیکی گویم همین اگر پرزیدنت همین گویم دولت خودمان علی شوده با پرزیدنت جنوب روسیه که در اینجا ایستاده این یاردم میکرد یا که یگان ضرر نمیرساند و روزی هست که تاجیکستان علی شود و پیشرفته شود و خیلی خلل نمیرساند یا نه؟ اگر من سوال شما را برادر درست فهمیده باشم این است که اگر در تاجیکستان یگان خیزش مردمی شود آیا روسیه پوتین خلل میرساند یا نمیرساند؟ من فکر میکنم که اگر همونطور که در ارمنستان بود، در قرقیزستان چند مرتبه شد، اگر خیزش مردمی به یک
جنگ شهروندی به کشتار به خرابکاری نرسد، نه پوتین و هیچ کسی دیگر دخالت نخواهد کرد. اصلا هیچ دلیل ندارد، چون پوتین وقتی دخالت کرد که تا کیف رسما از کشورهای عضو ادکبه طلب کرد که نیروهای خود را وارد کنند، خواهش کرد و همین بود که این بهانه داد برای وارد شدن. و اگر شاید که مردم در تاجیکستان هم قیام کرد، امام علی رحمان شاید که مجبور شود برای دفاع از خودش و بر ضد مردمش از روسیه، از کشورهای دیگر درخواست کمک کند. برای این باید بهانه داشتنش در کار. برای این باید مثل که من گفتم، اگر نیروهای مافیازی و گروهایی که الان تیار کردن اونها رو سفارش میداد که شما چندین مغازین ها رو خراب کنید، بانک ها رو بزنید، تلویزیون رو بگیرید و چند میلیسیونر رو هم بپرانید، تا اینکه این خاراکتر مصالحت آمیز بودن اعتراضی مردم تبدیل شود به یک حالت کشتار و جنگ و مرادیارство و در اون صورت بهانه میشود برای کشورهای دیگر که نیروهای خود را وارد کنند. و همین است که من گفته ایستادم که ما نباید این بهانه ها را بدیم و این عبرت باشد برای ما و تمام آمادگی و کارها را باید کرد که خیلی اپراتیوی و خیلی درست باید رفتار کرد که دیگر به هیچ کس اجازه داده نشود که این خیانت رو در حق ملت کنند. همون طوری که نظربایف و خانواده‌اش، وزیر امنیتش خیانت به مردم، به کشور و حتی به پرزیدنت خودشان کردن، احتمال دارد که در تاجیکستان هم از طرف بعضی از مقامات قدرتی باز این گونه خیانت شود و خیزش مردم رو به خون ریزی تبدیل بدهند. در اون صورت دیگر حالا پوتین دخالت کند یا روسیه، هر کسی دخالت کند یا نکند، که دیگر وضعیت از کنترل بیرون می شود. خب نفر دیگر اگر سوال باشد بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم استاد عزیز، خوبین؟ سلامت باشید، تشکر، بفرمایید. استاد ما بعد از تحلیل زیاد به خلاصه اومدم که شما همچون لیدری تاجیکستان مقصد جاتان جای لایقه، خدا شما را عمرتان زیاد بکنه. یک چیز گفتنی هستم که استاد عزیز، آیا یک سوال دارم، آیا می شود مقابل ظلم مقصد با دیگر مقصد با کفار همراه شد و مقابل ظلم جنگید؟ این سوال یکمی من است. سوال دومی من این است که آیا می شود که سوال نیتی، مثال گپ چگونه بگویم، منفعتی، مثال گپ منفعتی ما با منفعتی یک دولتی که مسلمان نشین است با دولت کفار یک باشد و با دولت مسلمان نشین یک نباشد. این سوال دوم من است. سوال سوم من این است که شما در مورد اهمیت روسیه در وضعیت آینده تاجیکستان چی فکر دارد؟ و سوال چهارم من این است که آیا وضعیت مبادا در تاجیکستان بغیر از روسیه رول دولت‌های بزرگ را، رول کدام کشور را دیده میتونید شما؟ سلامت باشه برادر عزیز. من سوال سوم شما رو فرصت نکردم پورا نویسم، اگر یادم رفت باز خاطر رسان کنید. برادر عزیز، اولش این که تشکر برای لطفتون، ولی مطمئن باشید که در تاجیکستان ده ها نفران دیگر هستند که بهتر از من میتوانند کشور رو مدیریت کنند. من این رو بارها گفتم و باز تکرار میکنم، ولی به هر صورت تشکر برای لطفتون. اما درباره آن که آیا میشود که مقابل ظلم با یک کافر همکاری کرد، اصلا ما باید دنیا رو از لحاظ دینی، درست که از لحاظ دینی میشود با مؤمن و کافر جدا کرد. همون طوری که یک غیر مسلمان از مثلا اول باید شرح داد که معنی کافر چی، ما کافر گفته چی رو در نظر داریم. همون طوری که چون کلمه کفر از لحاظ اصطلاحی به معنای پوشاندن است، پوشاندن حقیقت. از زبان عربی اگر ترجمه تحت لفظ کنیم به معنای پوشاندن چیز، پوشاندن حقیقت.
و برای همین کسی را کافر میگن از لحاظ دینی که حقیقت دین اسلام را میپوشاند، دیدن نمیخواهد و یعنی کفر به حقیقت دارد، به عدالت دارد، به وحی الهی دارد. همون طوری که ما مسلمان ها یک پیرو یک دین دیگر را کافر عقیدتی میدانیم، دیگر دین ها هم یعنی ما هم برای دین آنها کافر هستیم. ما نسبت دین خودمان نه، نسبت دین آنها از نگاه آنها ما هم کافر به دین آنها هستیم، چون او هم باور دارد که دینش حقیقت است و این مسلمان ها هستند، یا مثلا مسیحی فکر میکند که یهودی است که دین رو نمیفهمد، یا مسلمان. دقیقا هم طوری که ما فکر میکنیم. اما از لحاظ اصطلاحی سیاسی دنیا به مسلمان و کافر تقسیم نمیشود. برادری عزیز، شما در مسائل های دینی، در مسائل های عقیدتی اینها را استفاده برید. در مسئله مبارزه با ظلم ما با هر کسی که علیه ظلم هست شریک میشویم. این مبارز علیه ظلم میتواند مسلمان باشد، مسیحی باشد، اتئیست باشد، بودایی باشد، یهودی باشد، میتواند تاجیک باشد، ازبک باشد، روس باشد. و ظالم هم میتواند مسلمان باشد، کافر باشد، میتواند مؤمن باشد، یهودی باشد، اتئیست باشد. یعنی ظلم یا عدالت خواهی به اعتقاد شخصی انسان به پیروی از این دین هیچ ربطی ندارد. برای برادری عزیز، بنابراین وقتی شما سوال میگذارید که آیا میشود با یک در مسئله مقابله با ظلم با یک کافر، حالا اگر بگیم کافر از نگاه عقیدتی مثلا با یک مسیحی، حالا منظور شما شاید همین باشد که من در نسبت دیگر ادیان این واژه رو استفاده نمیبرم، چون بحث ما بحث اعتقادی و دینی نیست. چرا من بیام یک مسیحی را یا یهودی را یا یک بیدین را حالا کافر بگویم فقط برای آنکه مسلمان هست؟ اما وقتی که مسئله دینی می شود اون جای دیگر است. اینجا مسئله سیاسی است، مسئله دولتداری هست. بنابر همین برادری عزیز شما فراموش نکنید که میگن دولت با کفر پابرجا است اما با ظلم نه. یعنی در رهبری یک دولت اگر کافر هم باشد، عادل باشد، اون دولت پابرجا است، اون دولت آرام است، ثبات است، شهروندان راضی است، مسلمانان راضی میشن. برای چی؟ در اونجا عدالت هست. اون رهبری کافر حقوق مسلمانان رو پامال نمیکند. مثلا من در یک کشوری هستم زندگی میکنم که رهبرش مسلمان نیست، ولی من در اینجا راحتم چون او عادل است، عادلانه حاکمیت میکند. من هر وقتی خواهم نماز میروم، نمازم رو میخوانم با جماعت، حتی در منزلم، در جای کارم، در همه حالت نمازم رو میخوانم. از لحاظ اعتقادی اون مشکل ندارم، از لحاظ اقتصادی مشکل ندارم. در اینجا مرحمت تجارت کن، درآمد بگیر، هیچ کس بیزنس تو نمیگیرد. مثل تاجیکستان نیست که یک مسلمان در سر قدرت است. امام علی رحمون هم که حج رفته است، یقل عمره کرده است، خانواده‌اش حج میروند، مسلمانند، برادری همدینی ما هستند، اما ظالم است. مالکیت ما را میگیرد، برادران ما را زندگی میکنه از خود شما را. یعنی من اگر بیایم با یک مسیحی، با یک یهودی، با یک بدین عدالتخواه بر ضد این مسلمان ظالم همکاری کردم، پس از لحاظ شرعی نادرست رفتار کردم؟ نه برادری عزیز، 100% از لحاظ شرعی، حتی این مسئولیت شرعی ما هست که اول این برادر مسلمان را نصیحت کنیم. خیلی که ما نصیحت کردیم و کرده ایستادیم که برادر این اشتباه رو نکن، اما وقتی که این نصیحت رو گوش نمیکند، مشورت رو گوش نکرد، میکشد، غارت میکند، ضد دین و مسجد و مدرسه کار میکند و حتی اگر ضد مسجد هم کار نکرد، مثلا حالا فردا رحمان آمد و مسجدها رو اجازه داد، گفت ریش رو مانید، حجاب پوشید، نمازها رو بخونید، من مشکلی ندارم، اما در نسبت آزادی های سیاسی، آزادی های فرهنگی، آزادی های شخصی باز ظلم کرد، دزدی کرد، تجارت رو منع کرد. این وظیفه شرعی ما هست که علیه اون مبارزه بریم اگر نصیحت رو گوش نکرد. در این مبارزه اگر با یک غیر مسلمان عدالت خواهم که شریک شده، هیچ اشکالی نه از لحاظ شرعی دارد نه از لحاظ سیاسی و انسانی دارد از نگاه ما. اما شما با سوال دیومتون بود که یک کشور مسلمان میتواند با یک کشور غیر مسلمان همکاری کند؟ بله، اصلا در دنیای سیاست شما میبینید که این بلاک های سیاسی
اصلا از لحاظ دینی شکل نمیگیرن. اگر از لحاظ دینی شکل میگرفت باید همه کشورهای مسلمانی متحد میبودن و همکاری میکردن، نسبت مردم خودشون ظلم نمیکردن، اجازت نمیدادن که یک ارتش خارجی به سوریه بیاد، به عراق بیاد، به افغانستان بیاد، به قزاقستان بیاید. اما شما دیده صورت که کشورهای اسلامی متحد نیستند و برعکس باز هم علیه مسلمان ها در داخل کشورهای خود مبارزه میبرند. میبینی که با یک کشوری که اصلا نه تنها مسلمانی نیست بلکه در داخل کشورش علیه مسلمان ها باز مبارزه هم میبرد، با او شریک استراتژی است. شما شانگهای رو ببینید، همین سازمان شانگهای، در اونجا فقط چین، روسیه، هندوستان سه کشوری هستند که اکثریت اهالیش مسلمان نیست. دیگر همش کشورهای بنا مسلمانی هست: قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، افغانستان، ایران، اخیراً پیوست شد پاکستان. ولی اینها در داخل هم کشورهای خودشان بر ضد مسلمان ها مبارزه برده ایستادند، ولی همون کشور عضو شانگهای با اون کشوری که مسلمان ها را اذیت میکند باز شریک استراتژی است و یگان مشکلی در این نمیبیند. بنابراین در سیاست ما باید اطراف ارزش های عمومی انسانی همکاری کنیم. یعنی انسان ها باید آزاد باشند، انتخابات آزاد باشد، مسلمان ها، دیندارها، در عموم مسلمان غیر مسلمان باید که آزادانه پیروی از دین خود کند یا پیروی از هیچ دینی نکند. اگر این گونه کشورهایی که به مردمش، به ملت‌هایش آزادی را میدهند، ما هم اگر در وطن خودم آزادی را میخواهیم باید با این کشورها همکاری بیشتر کنیم. فرق ندارد که دیگر اون مسلمان است یا غیر مسلمان. بله، با یک کشور غیر دموکراتی مسلمانی هم ما میتوانیم در مسائل دینی همکاری کنیم. چرا نه؟ مثلا با عربستان سعودی که کشور دموکراتی نیست، با کشورهای دیگری خلیج عربی، با مصر، با اینا هم کشورهای غیر دموکراتی هستند، با ایران. ما در مسائل فرهنگی، دینی همکاری بسیار باید زیچ و خوب داشته باشیم، زیرا ما هم مسلمانیم. اما در مسائل سیاسی، حقوق بشر، ساخت دولتداری، من فکر میکنم که باید ما کار کنیم که در چارچوب منفعت‌های دولت و ملت خودمون باشد. اگر همین کشورهایی که من گفتم برای منفعت دولتی ما، ملی ما، مردمی ما همکاری کنند، فرق ندارد که اون دیکتاتوری است، اون هر چی است. اما متاسفانه تا امروز دیده شدیم که نه، اینا حتی لازم شود برای منفعت‌های خودشون با یک کشور دیکتاتوری که حقوق مسلمان‌ها را پامال میکند همکاری میکنند، ولی با حزب و حرکت‌های اسلامی، با مردم مسلمان متاسفانه همکاری نمیکنند. خب من گفتم سوال سوم شما رو دیگه فرصت نشد، اما من فکر میکنم که حالا نقش اساسی رو در تاجیکستان روسیه میبازد، در آسیای مرکزی. احتمال دارد که در آینده چین، خیتای، یک کشور دیگری ابرقدرت شده ایستاده است، تقریبا برابر روسیه نفوذ خواهد داشت. حتی در مسائل اقتصادی از روسیه هم علاقه پیش هست. من فکر میکنم که آسیای مرکزی در مجموع تحت نفوذ همین دو کشور باقی خواهد ماند. سلامت باشی برادر عزیز. خب نفر بعدی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم سلام. من یک پیشنهاد داشتم. پیشنهاد من همین است که از همین حادثه قزاقستان معلوم شد که آنچه دردی که قزاقستان دارد نه همه دولت دچار بود. میدونید تقریبا هر یک سال یک خیزش، یک شورش بوده ها. لیکن انا آنچه که در تاجیکستان هست اینا نه به همگان معلوم است. همین خلاص برای که ما از همین چیز باید یک درس گیریم که از آن جنایت‌های رحمانوف، اویلش و حکومت باید همسایه دولت‌ها هم خوبتر شناخته شوند. نه اینکه با کانتکست تاجیکی. مثال گیریم، من خائن ملت نیستم. دولت همسایه قرقیزستان نه آنقدر باوری دارد به حکومت رحمانوف، برای که در چند مسئله ها تاجیکستان نمیخواد خطی قرقیزستان با هم شند مسئله حل کند. وقتی که تظاهرات میشود اخلا همین دولت همسایه کشور ازبکستان،
قرقیزستان باید داند که مردم برای چی خستن، برای چی مبارزه میبرن. برای دفع کردن همین یک اولاد، یک عائله، یک حکومتی دروغی که خودشان ساختن، برای خودشان زندگی میکنن. میخواد برای همین میخواستم که بسیارتر کانتنت برای همسایه کشورها هم معلوم شود دزدی های امیر رحمانو، خصوصا رابطه با خود روسیه. ما میدونیم که بی روسیه نمیشه. من دولت روسیه در حیرت ممکن برای چه قزاقستان خیلی شد. ما خوب میدونیم که قزاقستان به غیر از نظربایف و تکایف با سیوم قوی هم بود بین آن. اون که از همین شورش میخواستن یک چی برای خود بگیرن. برای همون قدر آدمایی که سیم خوبه بود و یراق هم داد، اسلحه هم داشت. دیرم نمیریم. همین تحضرات سال 98 که تاجیکستان در ولایت لنبات شد با خوب میدونیم. اول میخواستم لنبات بخیزد با حکومت محمود یک خودش رو نشان کرد سیاستمداران خیلی همش گرفتن نابود کردن. اما حمید و سرکرده همش محکم کردن. عبدالمجید عبدالجان پیشتر رفته بود. برای همین خاطر پیشنهاد من همین که ما باید با دیگه قوه‌های دولتی، پارلمانت روسیه، پارلمانت قرقیزستان، پارلمانت ازبکستان باید یگان رابطه داشته باشیم. من پیشنهاد من همین. سلامت حتما اپوزیسیا و نه تنها اپوزیسیا، ما جامعه تاجیکستان باید با تمام جهان این پیام را بفرستیم که هیچگاه طرفدار جنگ و خشونت و بی‌ثباتی در وطنمان نیستیم و نخواهیم بود و همه کار را میکنیم که از آن پیشگیری شود. اما بودن همین خودی خانواده در سر قدرت خواهی نخواهی دیر یا زود به همین حالت آورده میرساند. چخیلی که در قزاقستان آورده رسان، در تاجیکستان هم دیگر شک نکنید. یعنی عامل اساسی بی‌ثباتی، جنگ و هر حادثه بده که در تاجیکستان در آینده خواهد شد، وجود همین خانواده و بخصوص خود امام علی رحمان در قدرت است. این را الکی جهان میداند، این را پوتین هم میداند، این را همسایه ها هم میدانند. حتی شما هم گفتید که قرقیزان هم دیگر باور ندارند، اصلا هیچ کس دیگر باور ندارد. اما اون نکته این است که هیچ کس الان در آسیای مرکزی، در تاجیکستان هم از آن جمله طرفدار آن است که یک جنگ و جدال، یک نابسامانی شروع شد، چرا که وضع در افغانستان ناآرام است. باز این مشکلات میتواند به کشورهای دیگر انتقال یابد و پیام ما هم صحبت‌هایی که ما با کارشناسان، با سیاستمداران نه تنها روسیه، همه دنیا کرده ایستادیم، این است که تا کی روسیه در منطقه نقش ژاندارم یا پلیسی را بازی میکند. مثلا منتظر می شود که یک حکومت دوست مثل نظربایف یا امام علی رحمان کار را به حد میرساند که دیگر مردم صبرش تمام شد، دست به قیام میزند. بعد خود همین حکومتداران میان یک گروه مسلح را وارد میدان میکنن، میکشند و غارت میکنن. بعد پوتین مجبور می شود که باز سلاح بفرستد و نیرو و همیشه این منطقه در حالت ناآرامی باقی بماند و روسیه هم همیشه نقش همون ژاندارم منطقه رو بازی کند و این ملت ها نباید که از روی نقشه اینها یک زندگی آسوده و آرام داشته باشند. برادر عزیز، من این نکته رو هم بگم چون میبینم که شما یک انسانی، از سوالاتون معلوم است که انسانی آگاه هستید. من تحلیلم این است که در آسیای مرکزی متاسفانه بعد از پاش خوردن اتحاد شوروی در هیچ کشور دولت شکل نگرفته است. بله، هر کدام از این کشورها در قزاقستان، در ازبکستان، در تاجیکستان پرزیدنت دارند، پارلمان دارند، پرچم دارند، این واهمه و دو دستگاه دارند، اما دولت به معنای معاصر کلمه شکل نگرفته است. دولت یعنی چی؟ دولت این یک مکانیزمی نه تنها مدیریت جامعه بلکه همزیستی در داخل یک جامعه در چارچوب یک قانون. وقتی که قانون عمل نمی کند، وقتی که مکانیزم داخلی حل مشکلات وجود ندارد، وقتی که یک پرزیدنت مجبور می شود که از خارج نیرو دعوت کند، معنی را دارد که در قزاقستان دولت شکل نگرفته است با وجود آن که میلیاردها داشتند. این همه واهمه و این همه دغدغه معنی چی دارد؟ فردا در تاجیکستان کمترین حادثه شود، شک نکنید که
نیروهای خارجی وارد میشوند، رحمان مجبور میشود چون خودش نمیتواند کشور رو اداره کند، مدیریت کند. پس میتوان گفت که بله تاجیکستان شکلا مرز داریم و پرچم داریم، یک تریتوری معین داریم، یک کرسی در سازمان ملل داریم، حتی پیشوا داریم در ناخونک، ولی ما هنوز دولت نشدیم. این رو خواهش میکنم با همچون من این رو با علم میگم، یعنی تنقید نیست، من همچون یک تاجیکستانی با تاسف میگم که ما هنوز دولت نشده ایم و نه تنها ما در آسیای مرکزی دولت نشدیم، زیرا قدرت حاکمیت در دست یک توده دزد و اوباش و فرصت طلب افسیده است در همه جا. اینا ببینید که برابری که آن آمدن خودشون رو پیشوا و نجات دهنده ملت ها نام میبرند. یعنی 30 سال مردم قزاق را با همین سفسطه خوراندند و پوشاندند که نظربایف دولت ملی تشکیل کرد، نظربایف ملت رو از پراکندگی نجات داد، نظربایف فلان. همین افسانه در ازبکستان نسبت اسلام کریموف، همین افسانه در تاجیکستان درباره رحمانوف، همین افسانه در ترکمنستان نسبت ترکمنباشی تا مردنش از دنیا که رفت هیکلاش همش این پرزیدنت بعدی کند و حاضر نجات دهنده ملت ترکمن باز این نشده است. و تابکای این معنی رو دارد که بجای آن بگن که ملت خودش وجود دارد، این ملت تاریخاً وجود داشت، قزاق و ازبک و تاجیک و ترکمن اینا از روی زمین نابود نمیشوند و اینها هستند که این رحمانوفا و نظربایفا پیدا میشه، اینا رو خرانات میپوشانند. اما وقتی که دولت شکل نگرفته است، نهاد دولتی نیست، ملت شکل نگرفته است، یک نفر یک اوباش میاد خودش رو پیشوا اعلان میکند و همه را گروگان خود میگیرد و باز مینت بار میکند که اگر من نباشم شما همتون نابود میشید، از بین میرید. بنابر همین ما فکر نکنیم که چرا قزاق‌ها دولت نشدن و دیگران. ما تاجیکستانی ها باید اکنون از امروز در فکر دولت شدن و ملت شدن باشیم. تا اگر ما همچون دولت و ملت فعالیت نکنیم، همین حال در سری ما هم تکرار خواهد شد. فردا یک حادثه میشد، رحمانوف دیگر تمام دوستانش رو از لوکاشنکو سر کرده تا پوتین و تا کیف دعوت میکند که بیاد ملت ما رو سرکوب کنید که اینا تروریستن، جنایتکارن، حالا 4 ریشداری خودشون رو در میدان میبرن، مثل هم بلاگرایی که هست میگن که از افغانستان طالب آمد و تروریستا آمدن، تمام ملت رو به خاک و خون میکشن برای حفظ قدرت. برای همین مسئولیت ما خیلی سنگین است برادری عزیز، وضعیت خیلی پیچیده است، اما راه دیگر نداریم. اگر این مسئله رو راه حل پیدا نکنیم، بعد 5 سال این حادثه می شود، بعد 10 سال می شود، بعد 3 سال می شود. اما اگر کسی بگوید که نه این حادثه در تاجیکستان نمی شود، دقیقاً همون اشتباه قزاق‌ها رو خواهیم کرد. قزاق‌ها هم میگفتن که ما نفت داریم، گاز داریم، ما البسی و پیشوای ملت داریم، ما از همه پول بسیار در منطقه داریم، در ما این حادثه نمی شود. حتما برادر عزیز می شود. برای همین فکر شما درست است. ما این پیام ها را باید به پوتین و به کشورهای دیگر باید برسانیم و باید اونها قبول کنند که این رحمانوف باید برود، این خانواده باید برود، یک حکومت ملی بیاید و ملت تاجیک وظیفه‌دار نیست که تا آخر اونها را تحمل کند. سلامت باشی برادر. سلام علیکم برادر مویدین کبیری. علیکم سلام. سلام با کل تماشابینان و با کل مردم تاجیک. من یک سوال نه یک پیشنهاد داشتم. برادر عزیز، پیشنهاد من همین است که انا در برلین بود با فکرم، به نظرم اگر خطا نکنم شما یک بار از موزه که دیکتاتورها یا ظالمایی که شکست بودن، با فکرم در برلین بود، همین خیلی است. در ویلنیوس بود، موزه کگب. موزه کگب. من یک پیشنهاد دارم، میخوام که یک بنده کی زنده کی مرده تا روزا اگر 1 سال پس میشود حکومت 12 سال پس میشود، چند سال پس کی شود، تا وقتی که زنده کی مرده، این پیشنهاد همین یک زوپارکی دیکتاتورو کدام در کره، زوپارکی دیکتاتورو به مثل زوپارک کلیتکا قولنی مقصد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فلان 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 بچهش فلان فلان کدامایی که ظالمان ظلم کردن به همین ملت تا مردنشون درآمد بیارن. پارک پلاکی مقصد یک سیمی بدرویان اگر 9 میلیون اهالی 9 میلیون سومون. من باوری کامل دارم که
از تمام دولت دنیا تماشا میآیند. در جهان خیلی پارک نیست، خیلی چی میگنش زو پارک دیکتاتوری در جهان نیست. من فکر نکنم در یگان جا باشد. لیکن ابیزتی نه، اگر روز شید همین کار انجام دادن در کار است. بسیار یک پیشنهادی هم خنده‌آور است هم کریاتیوی هست و پیشنهاد جالب است در عموم برادر عزیز. یعنی نه موزه نه حالا زوپارک هم نگیم، چون زوپارک برای حیوانات است، بالاخره دیکتاتور هم باشن دزد هم باشن انسان هستن. شاید یک 20 صفحه یک پارکی دیکتاتور یک نمایشگاه شود و همین ایده جالب گفتید که اینا باید که با مردم در برابر همه دزدیشون و ظلمشون باید درآمد هم باید بیارن که مردم وقتی آنها رو میرن تماشا میکنن میبینن یک سوم یا که پول بدهن. ایده واقعا جالب است، اما نمیدونم که عملی شونده هست یا نیست. ولی من ببینید این رو از نقطه نظری بازم انسانیت میبینم. کمترین کاری که حقوق انسان رو پامال میکند، کرامت و شرافت انسان رو پامال میکند، حتی جنایتکار باشد، حتی دیکتاتور باشد، حتی امام علی رحمان و یتیموف هم باشد، رمضان رحیم زاده هم باشد، من راضی نیستم که به کرامت و شرافت آنها لطمه وارد شود. اونها بالاخره انسان هستند. امروز در زندان‌های تاجیکستان وقتی که یک نفر زندانی شد، برای رمضان رحیم زاده، یتیموف، یوسف رحمان، برای امام علی رحمان اونها دیگه تروریستن، خائنن. برای آنها اینا جنایتکارن، اینا دیگه انسان نیستن. باید اونها از همه چی محروم باشد. از اونها را لطکو میکنن، تحقیر میکنن، خانواده‌شون رو میارن اذیت میکنن و اونها رو مجبور میکنن که بیاد حتی در تلویزیون علیه خویش و تبار خودش و علیه خودش بیانات بدهد. از این یک مصیبت است. کرامت و شرافت انسان رو میشکنن. من فکر میکنم که در کلیدکه یا در یک قفس گرفتن یک انسان و اون رو نمایش دادن به دیگران که رحمانوف این کار کرده ایستاده است، این تحقیر کردن انسانیت است. باز تکرار میکنم جنایتکارم انسان است. اون تا وقتی که جنایت کرده است و محکوم شد با قانون، اون یک جنایتکار است ولی انسان است. باید شرف انسانی و کرامت انسانی او پامال نشود. از این نگاه من جنبه کریاتیوی و این عجیب بودن پیشنهاد شما را قبول دارم که یک موزه باید باشد. حتما این موزه می شود موزه دیکتاتور یا موزه کگب. به من این ایده بسیار معقول شد وقتی که من در ویلنیوس رفتم تماشا کردم و اون جاهایی که در بینای کگب هست واقعا آدم وقتی او رو تصور میکند. الان من فکر میکنم که محمد علی در چه حال است که چند مدت شد خبری نداریم از محمد علی. این تاجیکستان یگانه کشوری هست که بعد از کره شمالی از زندانی خویش و تبارش معلومات گرفتن نمیتونن که زنده است یا مرده. یعنی ما برابر کره شمالی شدیم الکی. در تمام دنیا زندانی زنگ میزند، تماس دارد، ادوکاتش میرود، کراسنی کریس میرود، معلومات هست. فقط در تاجیکستان این نیست. اکنون این موزه را وقتی تماشا میکنید تصور میکنید که برادران ما در زندان چگونه هستند و این را باید ملت درک کند، ببیند. اما من حالا بالای این پیشنهاد باید فکر کرد که در کدام شکل باید عملی شود که شرافت و کرامت انسانی پامال نشود. برادر عزیز تشکر برای پیشنهاد خوبتون. نفر بعدی بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حادثه قزاقستان خیلی با تحلیل یک جوان با تحلیل خود میگون که روی حالش با کرمل رسید و کرمل با اپوزیسیون قزاقستان گفتگوشونی نکرد. با ما چی میشه باشه با اپوزیسیون؟ خود شما خودتون همچنان اپوزیسیون باشه خودتون فکر دارید؟ برادر عزیز چرا کرمل یا پوتین با اپوزیسیون قزاقستان گفتگو کند؟ این کار رو باید توقیف پرزیدنت قزاقستان باید کند، نه پوتین. پوتین مسئولیتش رو در چارچوب ODKB انجام داده ایستاده است. حالا درست است نادرست است مسئله دیگر است و اون اعلان کردن که ما اون ابیکت‌های حیاتاً مهم را زیر نظارت میگیریم. اما دیگر این مسئولیت خودی توقیف است که با مردمش با ملتش گفتگو کند. او شانس داشت در روز اول حکومت رو به استعفا روان کرد و
گفت که من آماده گفتگو هستم، ولی بعد وقتی که گفتم کن فرصت طلبان در داخل حاکمیت از سلاح استفاده کردن و دیگر کار از مرحله گفتگو الان بیرون شد، ولی هنوزم شانس برای گفتگو هست. و اینجا باید باز هم این مسئله خیلی مهم است که اپوزیسیون قزاقستان چگونه رفتار میکند، که آیا آماده گفتگو با پرزیدنت با حکومت قزاقستان هست یا نیست. تا جای من مشاهده کرده ایستادم خیلی موقع رادیکالی و تا یک مقدار غیر منطقی گرفته ایستادن. در این مرحله خوب میبود که وارد گفتگو میشدن به خاطر ملتشان، اما این دیگر کار حکومت قزاقستان و کار اپوزیسیون است، مداخلت نمیکنیم و میگن که اگر کل طبیعی باشد سری خودش را طبیعی کند. ما تاجیکان باید مشکل داخلی تاجیکستان خود ما حل کنیم. زیاد توصیه و نصیحت به اپوزیسیون و حکومت قزاقستان ندهیم، در صورتی که خودمون در داخل کشور مشکلی داریم و مشکلی خودمون رو باید حل کنیم. بنابر همین در اون روز تاجیکا با تاجیکا باید گفتگو کنن، حکومت با اپوزیسیون، نه اینکه کسی باید با پوتین وارد گفتگو شود. اصلا پوتین میگه چرا من گفتگو کنم؟ کسی قدرت رو میگیره رسما به من مراجعت کند، من با طریق رسمی وارد کشور میشوم. تا کیف که امروز در قدرت است از پوتین خواهش کرد، پوتین وارد قزاقستان شد. برای همین من هیچ منطقه و هیچ زمینه رو برای گفتگوی پوتین با اپوزیسیون قزاقستان نمیبینم و این چنین گفتگوی پوتین با اپوزیسیون تاجیکستان هم هیچ ضرورت ندارد. دست از یکم گفتگو ضرورت نداشته باشد. به تحلیل ما استاد روسیه همین پوتین رشد میکنه. دست از یکم دیویز یا در دوری وطن ما تهدید نیست مونده بود؟ نه، در بعضی حربی روسیه در قرقیزستان هم هست. چندین سال شد در اونجا دو سه پرزیدنت شد، عوض می شود بگیم همون نیروهای مسلح روسیه دخالت نکردن. چرا در تاجیکستان باید دخالت کنن؟ ببینید دوستی عزیزم، ما رو عادت کنندن همیشه در ذهنمون جا میکنن که در تاجیکستان همه چیز در کرمل حل می شود برای تاجیکستان یا در پکین حل می شود. تا کی ما به این افسانه باور میکنیم؟ تا کی ما ملت تاجیک خودش به خودش باور نمیکند؟ من اعتقاد دارم، باور دارم که تقدیر تاجیکستان در دوشنبه و در کله‌های ما حل می شود، در هیچ جای دیگر. ما اگر ملت متحد باشیم، ما اگر ملت قوی باشیم و اگر اپوزیسیون قزاقستان رهبریت می داشت، مدیریت می داشت، از یک مرکز می دونست، پوتین با کی صحبت کند؟ حاضر اپوزیسیون قزاقستان یکی دیگرش اعتراف نمی کند، اینش با اونش گپ نمی زند، خود اپوزیسیون از خارج با داخل در ارتباط نیست. خب پوتین با کی گپ زند؟ حالا اگر بالفرض پوتین هم خواست با کسی گپ زند، اصلا تا کیف با کی گپ زند؟ حاضر پوتین همون طرف. بنابر همین ما در شرایط تاجیکستان باید همین خیال باشد که هر کسی میخواد با ملت تاجیک صحبت کند یا باید با حکومت صحبت کند یا اپوزیسیون یک مدیریت و مرکزیت و رهبریت و یک نیرو توان داشته باشد که با او صحبت کند. من نظرم این است که همه چیز در دوشنبه حل می شود، همه چیز از ملت تاجیک وابسته است. زیاد این فکر یا نظریه ناامید کننده رو که ما تاجیکا هیچ کس نیستیم، رحمانوف بازیچه است، اپوزیسیون هم از دستش کار نمی آید، همه چیز رو پوتین و کرمل حل میکند، این واقعا تحقیر به ملت تاجیک است. حالا درست که رحمانوف از دستش کار نمیاد، اولین کاری که میکند از توکایف از پوتین و میرزیوف کمک میخواهد و تا امروز خواسته است و جا دادن بعضی نظامی کشور خارجی هم به همین خاطر است. اما ما ملت تاجیک این خیلی نباید باشیم. ما باید بگیم که همه چیز در اختیار خودمون است، خودمون میتونیم. اگر ما به همین نظر باشیم و پگه سر قدرت آمدیم دیگر فقط نگاه همون به کرمل یا به پکین باشد، به تاشکند باشد، به تهران و انقره باشد، فرق ما از رحمانوف در چی است؟ ما وقتی که سر قدرت میایم باید که نگاه همون به ملت تاجیک باشد، یعنی از ملت تاجیک وابسته باشیم و بدانیم که اونه که ما را از قدرت میگیرد ملت تاجیک است. رحمانوف میداند که ملت تاجیک امروز رو از قدرت گرفته نمیتواند، این شرایط رو ندارد، انتخابات نیست، جوانای غیور همه در خارج، در هجرت، در روسیه کار کرده شدن، پیرزن و پیرمرد و نفقه خور و این اوانگارد باقی مونده است در داخل کشور و همه چیز رو پوتین حل میکنه دیگر، اگر و درست هم فکر میکنه. اما وقتی که در داخل ملت نیروی ملی پیدا شد دیگر هر کسی هم پرزیدنت باشد، چه رحمان و چه کبیری و چه
نفر دیگر اون میداند که دیگه تقدیرش در دست ملتش است. بنابراین برادر عزیز همت رو بلند بگیرید، باوری به ملت رو بیشتر کنید، باوری به خودمون رو بیشتر کنید، انشاءالله که تقدیر ملت به دست خودش برمیگرده. سلام علیکم. و علیکم سلام. ما دو سوال داشتم استاد. همین در میتینگ قزاقستان اشتباه مرادیارستا بسیار شد، یعنی که اوباشان با مغازه و حمله کرده مال مردم رو دزدیدن. اگر در تاجیکستان مثال همین چیز رخ دهد پس آن کی جبران میکند؟ سوال دوم این است که شما گفتید که پرونده بسیار از زندانی‌های سیاسی رو ما با تشکیلات‌های بین‌المللی پیشنهاد کردیم، اما چرا که اونها یگان یعنی که ریاکسیا نشون نمیدن، یگان خیلی چاره نمیاندیشن؟ تشکر. با همین دو سوال جواب میدادید لطفاً. سلامت باشه برادر عزیز، سوال خیلی مهم است. نه تنها حالا اولش که من گفتم در وقتی که ملت مجبور شد دست به قیام به اعتراض بزند برای از قدرت دور کردن این حاکمیت دزد و غارتگر یا به اصطلاح نظربای فی تاجیکستان، تمام تلاش رو باید کرد که یگان شکست و ریخت، یگان مرادیارست و دزدی غارتگری نشود. ولی اگر بالفرض خدای نکرده این هم که شد، دیگر مسئولیت دولت است، حکومت است که این همه رو جبران کند. حتما حکومت آینده اون رو جبران خواهد کرد. نه تنها این تلفات مادی را که در روزهای خیزش می شود، بلکه من پیشتر هم گفته بودم اگر خدای نکرده یک نفر شهید می شود، کسی معیوب می شود، سرابان خود را کدام خانواده از دست می دهد، دولت آینده، حکومت آینده وظیفه دار هست. یکی از مسئولیت ها و وظیفه اساسیش این می شود که این خانواده ها را تامین کند، جایگاه اینها را احترام کند و قدرشناسی کند از این مبارزین، و نه تنها از کسانی که در این مرحله مبارزه، بلکه از کسانی که در سالهای گذشته برای این ملت جان دادن، زندانی شدن، هجرت کردن. این همه مردم باید که قدردانی شوند و این کار حتما خواهد شد انشاءالله. اما در مسئله آنکه چرا سازمان‌های بین‌المللی نسبت پرونده‌های زندانی‌های سیاسی ما واکنش نکردن، نه این خیلی نیست برادری عزیز. شما شاید خبر ندارید که تاجیکستان یگانه کشوری هست در سازمان ملل که با داشتن همگی 10 میلیون اهالی، ما 15 پرونده زندانی سیاسی تاجیکستان در کمیته حقوق بشری سازمان ملل بررسی شد و قرار قبول کرده شد. از حکومت تاجیکستان طلب شد که اینها را آزاد کند و با آنها جبران پرداخت کرده شود. اما آنی که حکومت تاجیکستان تا امروز طلب سازمان ملل را اجرا نکرده ایستاده است، این دیگر برمیگردد به طبیعت همون گردن شخی و نافرمانی حکومت امام علی رحمانوف. اما باز مکانیزم های دیگری هم باید وجود داشته باشد که مجبور کنند که این قرارها و این طلبات ها رعایت شود. هیچ کشور دیگر مثل تاجیکان اینقدر پرونده در سازمان های بین المللی ندارد و آنها ریاکسیا کرده ایستادند. حتی من این را نمیخوام حالا پیمان ملی را تعریف کنم، فقط دیگر نیروها هم در اینجا تلاش کردند، اما برادران و خواهران ما توانستند که این پرونده های سیاسی را از لحاظ حقوقی درست به اصطلاح افارمیت کنن و پیگیری کنن که تا اینکه به سازمان ملل رفته برسد. این کار آسان نیست که شما بتوانید پرونده های زندانی های سیاسی خود را تا سطح سازمان های بین المللی ببرید. حتی عرب ها و ترکان با ما زنگ میزنن میگن چگونه شما توانستید که در این 3-4 سال پرونده های خود را تا این حد بردید که ما 30-40 سال شد در اروپا و در غرب هستیم، تا به حال نتوانستیم این مقدار پرونده را تا سطح سازمان های بین المللی بریم. حتی اون سازمان فری ترایل که پرونده های زندانی های سیاسی را در تمام دنیا پیگیری میکند تا سازمان ملل میبرد، اخیراً گفت که دیگر ما از تاجیکستان قبول نمیکنیم، برای آنکه خیلی زیاد شد و ما را متهم به آن کرده ایستادند که شما تبدیل به یک سازمان تاجیکی شدید. این یک سازمان با نفوذ بین المللی میگه دیگر ما را به این متهم کرده ایستادند. این برادر عزیز بیانگر آن است که در این سمت الحمدلله کارهای خوب دوام دارد، اما چون جامعه تاجیکستان از این خبر ندارد و یک تصورات با وجود آمده است که
ما اپوزیسیون تاجیک در این سمت کاری نکردیم یا اینکه سازمان ها نمیدونند و واکنش نیست. اکنون دیگر جهان اثبات کرد که اون زندانی های سیاسی بیگناهند، اپوزیسیون تاجیک بیگناه است. یعنی این در سطح جهانی اثبات حقوقی یافت. در سطح سازمان ملل، OBSE و دیگر سازمان های بین المللی که تاجیکستان عضو هست. دیگر چی میخواهید؟ یعنی وقتی که امامزاده رحمان میاد میگه که پیمان ملی یا نهضت اسلامی تاجیکستان تروریست و اکستریمیست، این دروغ است. برای چی؟ برای که در سطح سازمان ملل اثبات شد. ما سند داریم. خب دیگر واکنش همین قدر میشه، ریاکس همین قدر میشه. برادری عزیز تشکر زیاد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. با کمال احترام استاد کبیری، با اجازت شما چند میخواستم در این موضوع کمی با شما هم صحبت و هم رای کنم. با اجازت شما مرحمت بفرمایید. فقط کوتاه چون ما 2 ساعت صحبت داریم، شاید شما یکی از آخران ها بود. کمی وسیع‌تر چند سوال داشتم. سوال یکم این است: آیا خدمات‌های مخصوصی فدراسیون روسیه تا این درجه فارغ‌بال شدند یا بی‌مسئولیت شدند یا امکانیت‌هاشون چنین محدود شده است که از چنین حالت‌های دولت‌های تحت تاثیر آنها بوده بی‌خبر می‌مانند؟ در این روند کلاً از حالت بی‌خبر بودند، به واسطه دست دارند و این حالت رو تشکیل نمودند و پورا تحت نظارت خود قرار داشتن رو میخواستند. سوال دومی من این است: روسیه بعد از چنین حالتهایی که در قزاقستان رخ داده نظارت خود را نسبت مخالفین تاجیکستان، اشتراکچیان اکتیوی با استریم ها پرزور می نماید و دستگیر نمودن و استرداد آنها را به تاجیکستان قویتر یا بسیارتر میکند؟ تمام. نظر شما به آن نفرانی که در این برنامه ها نظر سیوم را، شخصانی که نظر سیوم یعنی طرفدار حکومت نیستند، طرفدار مخالفین نیستند، آنها را روی راست از این منبرها برآمده تهمت میکنند و اخباراتچیان خدمات‌های مخصوصی تاجیکستان می‌شوند. شما نظر شما در این حالت چیست؟ و چهارم سوال این که اگر اثبات شود که در قزاقستان نفرانی که در افغانستان تمرین گرفتند با دلیل ها اثبات شود، آیا مسکو مناسبتش را با حکومت طالبان تغییر میدهد یا نه؟ سوال آخر را یک بار تکرار کنید برادر. نفهمیدم. سوال آخر را یک بار تکرار کنید. سوال آخرانی من این است که اگر در حقیقت اثبات شود که در قزاقستان شخصانی در افغانستان تمرین گرفته و آماده کرده شده بودند و اشتراک داشتند، آیا مسکو نظر خود را با مناسبت خود را با طالبان تغییر میدهد یا نه؟ در این روند ممکن سوال علاوه‌ای پیدا شود. در سوال‌های شما اجازت باشد صحبتمان را ادامه دهیم. با اجازت شما البته. سلامت باشید. حتما من کوشش میکنم با سوال‌ها شما کوتاه جواب بدم چون خیلی سوال‌ها زیاد بودن، اما سوال‌های مهم هم برادر عزیز. من اعتقاد شخصی خودم، باور شخصی خودم این است که نه تنها روسا بلکه قزاق‌ها و جامعه جهانی هم از آن که در قزاقستان در همین شکل و همین شب و روز این حادثه رخ می‌دهد به خبر بودند. من حالا پیگیری میکنم موقع امریکایی ها رو، آلمانی ها رو، در مجموع حکومت ها اون طرف. من کارشناسانی اروپایی رو خوب میشناسم، کسانی که با آسیای مرکزی مشغولن، همه در حالتی شاک قرار دارن که میگفتن ما فکر میکردیم که حتی قرقیزستان بار دیگر زودتر میتوانست یک انقلاب دیگر رو پس سر کند، یا تاجیکستان یا حتی ترکمنستان.
ولی قزاقستان نه، به این شکل نه، چون که ثبات استواری در اونجا بود. بنابر همین به نظر من پوتین هم یا کرمل هم از با وجود آمدن حادثه کمی در غفلت مانده بودند. اما طبیعت حکومت روسیه این است، بخصوص خود پوتین، که چون از ساختارهای امنیتی آمده است و بارها اثبات کرد که در حالتهای کریزیسی خیلی میتواند اپراتیو عمل کند و منفیت خودش و منفیت کشورش را خیلی درست تشخیص داده میتواند، در یک مدت کوتاه میتواند وارد بازی شود. در سوریه این را نشان داد، در افغانستان هم خیلی راحت قاعده بازی را تغییر داد، آمد با طالبان وارد گفتگو و همکاری شد. و فکر میکنم در قزاقستان هم بعد یک روز دو روز تحلیل وضعیت فهمید که فرصت برای عمل در قزاقستان با وجود آمده است و در چارچوب اون داکترین نوی سیاست خارجی است که اخیراً جناب سورکوف معاون رئیس دستگاه پرزیدنت روسیه در یک مقالش، اگر دوستان خوانده باشن نخوانده باشن بخوانن، در آنجا تقریبا دکترین نوی رفتارهای روسیه در خارج را اعلام کرد که در این تقسیمات آینده روسیه در جهان یک سهم بهتر و بیشتری خواهد داشت. حتما جهان در آینده تقسیم خواهد شد و روسیه سهمی بیشتری خود را از این جهان تقسیم شده خواهد گرفت و من فکر میکنم این فرصت یا این قدم اولین قدم بود برای انجام همون دکترین نو که تقریبا در ماه نوامبر نشر شد. و بنابر همین اینجا حالا بخبر بودن اما از فرصت خوب استفاده بردن که دیگه جای پایشون رو در قزاقستان و همین طریق در آسیای مرکزی قوی‌تر خواهند کرد. اما در مسئله آنکه آیا روسیه آینده نظارت بالای فعالان تاجیک در شبکه‌ها را بیشتر میکند یا نه، من در اول از روزهای اول میگفتم که روسیه و کشورهای سابق شوروی یک جای زندگی و کار برای یک آدمی آزاداندیش نیست، بله برای یک نفری که کار میکند و دیگه پروای سیاست ندارد میرود کار میکند میآید، همون که رحمانوف میخواهد میتواند برود کار کنه، دعوای حقوق نکنه، دعوای آزادی نکنه، میلیسیای روسیه شما را تحقیر میکند، از حقوق خود دفاع نکنید، میلیسیای تاجیکستان پولتون را میدزدند و یعنی شما حق ندارید. اگر این خیر رفتار میکنید میتونه در روسیه، در قزاقستان، در تاجیکستان زندگی کنید. اما کسی که میخواد همچون انسان زندگی کند، حالا فرق ندارد او اپوزیسیا است، یک فعال اجتماعی هست، عزت امان که اپوزیسیا نبود، یا کرامت شریپوف یا ده ها نفران دیگر که از روسیه غیب میزنن، اینا که اپوزیسیا نیستن، اما چون اینها میخواستن هم یک مهاجر با شرفانه زندگی کنن یا از حقوق مهاجران دفاع کنن، دیدن که تقدیرشون چی شد. حتی کسانی که پاسپورت روسیه هم دارن، این پاسپورت در نهایت مثل یک کاغذ عادی می شود. و بنابر همین توصیه ما از اول همین بود که اولش که کسی که فعال است و مبارزه میبرد کوشش کند که از این منطقه بیرون شود، اما کسی هم که میخواهد مبارزه برای در اونجا باشد با چهره خود مبارزه نبرد. یعنی خیلی از برادرانی که در روسیه هستند حالا یا غیرت زیاد دارند یا میخواهند با این راه نشان دهند که آنها جسور هستند و حتی شاید بعضی بلاگرها از اروپا نشسته اونها رو میگن تو اگر زور باشی با چهره خودت برا، و آنها با چهره خود برآمد میکنن. فردا میبینیم که در دوشنبه در زندان امنیت و وزارت داخله هست. توصیه ما این است که برادرانی که در اون منطقه هستند مبارزه برند، فعالیت کنند، کامنت بنویسند، آگاهی رسانی کنند، این وظیفهشون است، باید این کار را کنند، اما با چهرهشون نه. و در اولین فرصتی که امکانیت دارد به یک کشور امتر سفر کند، حالا میتواند به همون کشورهای سابق شوروی باشد، اوکراین یا گرجستان یا ترکیه یا هر جای دیگر. اگر باز با اروپا و امریکا بتوانند باز بهتر، اما بهترین راه برادران این است که اکنون دیگر هر چیز زودتر تلاش کنیم که به وطن خود برگردیم. چرا ما باید فکر کنیم که حتما احساس آزادی را در روسیه و قزاقستان و در امریکا و اروپا باید کنیم، در اونجا آزادانه گپ زنیم؟ نه، ما باید وقتی اون رسیده است که برگردیم به وطن و در وطنمون آزاد باشیم. اگر اثبات شود که در قزاقستان یک نفر از افغانستان یا از شاگردانی به اصطلاح طالبان بودن
آیا موقع روسیه دیگری میشود یا نه. من اعتقادم این است که این اثبات شونده نیست، برای که سرعت حادثه اونقدر زود بود که اگر طالب بخواهدن به افغانستان در این مدت نمیتونست نفر بفرستد و مرز ندارد، چگونه به افغانستان اون نفر رو آماده کرد و فرستاد. این رو فقط یک فانتزیار باور میکند یا میگوید. اما شما میدونید که حکومتداران منطقه ما و بخصوص کارشناسان در ناخنک، ژورنالیستان تابع به این دیکتاتورها، فانتزیشون اونقدر قوی هست که حتی در بلاروس هم میتوانند پیرزنها و پنسیونرکار هم تروریست و کاری دست طالبان اعلان کنند. بنابر همین اگر فردا کسی گفت که ما در حادثه های الماتا دست طالبان یا دست کدام گروه اسلامی دیگر را دیده، من تعجب نمیکنم، چون این گونه فانتزیا و افسانه خیلی زیاد شنیدیم و حتما خواهند گفت. اما کارشناسان و سیاستمداران جدی به این افسانه ها باور نخواهند کرد. و روسیه هم مناسبتش با طالبان را به خاطر کدام یک حادثه الماتا و قزاقستان تغییر نخواهد داد، چون اگر حتی روسیه هم بگه که در اینجا دست نیروهای از افغانستان بود، خودشون رسوا میدونن که این افسانه خودشون هست و چگونه به افسانه خودش باور میکند و باز با طالبان بعد مناسبتش را تغییر خواهد داد. در اون صورت مناسبتش با طالبان تغییر خواهد خورد که سیاست ها و منفیت های روسیه در افغانستان تغییر کند. خب شاید که اگر در استودیو یک نفر آخر را بگیریم به همین جنبه کنیم، چون بیشتر از 2 ساعت هست که صحبت کردیم، وقتی دوستان رو زیاد نگیریم. خب اگر باشد بفرمایید. نفر با نام بدولای اگر هستی در خط بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. استاد من میدونم که این یک بازیای دولت خودش بود. این قزاقستان با سردوری پوتین همین توکایف بود این کار. انا چون که ارمنستان با آذربایجان زد، روسیه قوش نشید، بلاروس قوش نشید، دیگرش قوش نشید، فقط توکایف اودکبی را فیروز کرده. این بازی های همین توکایف خودش بود، ترمه را خودش وی کرد، یراقو را خودش همی خونو را همه کارهای نظربایف همی کار خودش تشکیل کرد، با پوتین بر وقت گپ کرد بود. در همین گپ های من تو چی فکر میکنی؟ سلامت باشو برادر عزیز. من قبول دارم این فکر شما را که حکومت قزاقستان خودش این حادثه را تشکیل کرد، اما سوال این است که کدام قسم حکومت؟ در حاکمیت در قزاقستان تا دیروز در دست 2 گروه بود. یک قسمش در دست نظربایف و خانواده، چون نظربایف هم تا این روز هم پیشوای ملت است و هم رئیس شورای امنیت بود تا 3 روز پیش، و یک قسم از وزیرها و وزارت قدرتی در دست نظربایف بود. اما من فکر نمیکنم که خود توکایف سپارش داد که مردم را پرانند. به نظر من اون قسمت دیگری حکومت که میخواستند یک تیر پرانی شود و بعد مردم توکایف را گناهکار کنند، او را از قدرت بیرون کنند و خودشون باز برگردن به سر حاکمیت، اونها این کارا کردن. ولی در مجموع این حکومت است، هر دوش هم حکومت بودن، یعنی نمیشود گفت که این را بیرون از حکومت کسی کرد. بله حکومت قزاقستان این را کرد، اما باید دقیق تر بگیم که کدام قسمی از حکومت. آنه که توکایف مجبور شد با پوتین زنگ بزند و خواهش کند که در چارچوب اودکبی یا هر راهی که میخواهی ارتش را برای کمک من وارد کن، برای آن بود که دیگر اون قسمت دیگری حاکمیت از اطاعت توکایف بیرون رفته بود. به فرمان توکایف دیگر گوش نمیکردن و اونها هدفشون به ثبات کردن وضعیت قزاقستان بود. بنابر همین من قسما به فکر شما راضیم، اما اینکه خود توکایف این کار رو تشکیل کرد نه. اما اشتباه توکایف این شد که همه اعتراضگران رو تروریست اعلام کرد. الکی نصف، شاید بیشتر از نصف ملت قزاق یا تروریست است. همون ملتی که تو رو میخراند و میپوشاند و انداز میسپارد و تو رو پرزیدنت انتخاب کرده است، حالا او را تروریست اعلام کردی، معنی را دارد که با همین مردم باید تو فردا باز زندگی کنی.
با اون کار کنی. این خیلی یک اشتباه استراتژی بود از طرف توکایف. بنابر همین من به این قسمت صحبت شما راضی نیستم. اینجا دوستان در استودیو میبینم یک فعال خیلی سوالهای خوب میگذارد با نام فروغی و فارغی. اگر امکان باشد ایشان را هم وقت داشته باشه و امکانیت وارد کنید که سوالش رو بدهد. Добрый вечер. Добрый день, здравствуйте. Да, я приветствую, спасибо за возможность выступиться с вами и разговаривать. Я очень коротко, ясно задамся несколькими вопросами. Приветствую вас, господин Кабири. У меня такой вопрос. Я недавно видел, как Токаев выходил, называл свой народ террористом, объявил. Это было 2-3 дня назад, или, если я не ошибаюсь, день назад. И он объявил то, что другие организации по правам человека и все организации, которые занимаются, как ОБСЕ и другие, да, к примеру, они тоже являются террористическими группами. Он очень уверенно выступил и сказал, что казахский, то есть народ или власть, она никому не отдастся. И это было очень уверенно. И как вы, политолог, как доктор наук политологии, что вы можете, какую оценку вы можете дать по отношению к будущему Таджикистана, если диктатор по имени Рахмонов будет выступать так же? Мы знаем, что Таджикистан тоже входит в организацию ОДКБ. И я не удивлюсь, если Рахмонов будет тоже выступать как Токаев, обвиняя свой народ в терроризме. И вы, как политолог, что можете сказать на этот счет? Это первый вопрос. И такой подвопросник пойдет, я буду как комментарий буду добавлять. Например, смотрите, сейчас Российская Федерация, то есть в целости это власть Путина, да, зашли в Казахстан, и они там, как говорят, миротворцы, да, на самом деле мы знаем, что это не миротворцы. И они вот зашли во внутреннюю политику, вмешиваются во внутреннюю политику другого государства. Даже если это по организации ОДКБ, да. И у меня такой еще вопрос: если Россия будет вмешиваться во внутреннюю политику Таджикистана, а когда народ будет вставать и бастовать, я знаю, что этот день настанет, и поможет ли Россия этому диктаторскому режиму? И имея в виду то, что Россия и другие государства, как Иран, подписывали мирное соглашение в Таджикистане. То есть, понимаете, да, вопрос как поддается. Они подписывали именно этот пакт о мире. Они были свидетелями в 90-е годы. Несмотря на это, они могут разрушить эту договоренность и как-то помочь режиму в будущем. Как вы думаете? Как вот сейчас Токаеву помогает в его диктаторском правлении, да, и так далее. То есть Россия, он будет иметь такую власть в будущем. Как вы думаете? Спасибо за вопрос. Знаете, дорогой друг, раньше был такой лозунг: пролетарии всех стран, объединяйтесь. Сейчас этот лозунг немножко поменялся. Сейчас лозунг у них: диктаторы всех стран или народов, объединяйтесь. Сейчас в демократическом мире разобщенность, раздробленность, а закрытый мир, диктаторский мир, авторитарный мир, наоборот, объединяется и действует более эффективно. А наш регион, сами знаете, что находится в основном в той части света, где правят в основном диктаторские или авторитарные режимы, коррумпированные власти. И
тут с этим никто не спорит. Я думаю, что надо быть здесь очень осторожным. Да, мы можем анализировать, мы можем спокойно говорить, при этом назвать вещи своими именами, но когда мы мыслим политическими, тем более государственными категориями, и когда от каждого нашего слова зависит судьба не только нашего движения, но и целого народа, тут надо быть очень осторожным. И политик не может всегда говорить или рассуждать как политолог. Политология – это одно, я могу рассуждать как политолог часами о ситуации в мире, о ситуации в Казахстане, Таджикистане, России и так далее, но как политик я не могу, или вернее не могу те же сами слова сказать так же открыто и с такой же формулировкой, как политолог. Поэтому, что касается вот сегодняшней ситуации, формально Россия и другие государства, члены ОДКБ, особенно Россия, вошли в Казахстан, опять повторюсь, формально, по просьбе президента Токаева и в рамках общего соглашения ОДКБ. И когда и Токаев, и правительство Казахстана сказали, что тут есть явное вмешательство извне, они не уточнили, кого имели в виду, они как раз хотели, чтобы был повод для использования той части устава ОДКБ, где прямо говорится, что другие государства могут помогать или вмешиваться, когда есть внешняя угроза. То есть правильно или неправильно формулировка со стороны казахского правительства была такова, что есть внешняя угроза. И формально и Россия, и Таджикистан, и Киргизстан, и Армения, по-моему, даже отправила вот крошечную маленькую группу, 60 человек, наверное, как военные туристы, иначе 60, или символическая отправка. Понятно, что Россия будет контролировать ситуацию, и это факт, это реальность. Мы в рамках политологии можем рассуждать, можем говорить сколько угодно, а в качестве политики, реал-политик, соблюдены все формальности, и тем более, что и в Киргизии, и в Таджикистане, я не знаю, как было в Советской Федерации, но в Таджикистане и в Киргизстане формально парламенты дали добро. Но это не говорит о том, что если юридически все правильно оформлено, это не говорит о том, что политически, более того, стратегически, это правильное решение. И стратегически, политически, я думаю, что это было ошибочное решение, прежде всего со стороны Токаева. Он теперь оказался в заложниках не только собственного народа, но и внешних сил. Ему могут в любое время, даже Пашинян и Рахмон ему скажут в будущем, что это мы спасли тебя от собственного народа. Иначе казахский народ растерзал бы тебя. То есть это была стратегическая ошибка Токаева и Казахстана в целом. И они показали, показали, что Казахстан самостоятельно не способен защищать себя. И казахское правительство намного слабее, чем всем нам показалось. Поэтому, что касается вообще ОДКБ как структура, и будет ли такая же история в Таджикистане, я думаю, что, я надеюсь, я не уверен, но я надеюсь, что это не повторится. Даже если Рахмон попросит, и он обязательно попросит, и он, даже я уверен, что он не только попросит Путина или Токаева или Мирзиева, если понадобится будет, он попросит и Талибан ему помочь, и Китаю, и Ирану. То есть для него, для Рахмона, вопрос власти – это вопрос жизни. Он без должности президента или лидера нации, он не может себе представить. Как сказал Лукашенко, ему, когда задали вопрос, а что вы будете делать после отставки, если вдруг уйдет в отставку, он подумал немножко, сказал, что а я себе не могу представить без этой должности.
То есть председатель колхоза, который тут же стал президентом, он теперь не может себя представить в качестве другого человека. То же самое и Рахмон, он будет стоять до конца, поэтому он попросит помощь у кого угодно, у преступников, у экстремистов, у ОДКБ, Шанхай, кого угодно. Но вопрос в другом. Пойдут ли на это другие или нет? И это зависит не только от других, зависит от нас то же самое, от таджикского народа. Поэтому сейчас мы должны дать понять всем. Первое. Мы хотим менять власть однозначно. Без этого Таджикистан не имеет будущего, чтобы все знали. Второе. Мы хотим это делать мирным путем. Если нет возможности сделать это через выборные механизмы, а все знают, что такой возможности ни у кого нет, то надо сделать это мирными демонстрациями, мирным путем. Но если вдруг кто-то задумает, как правительство Казахстана или других, использовать так называемых внешних сил, различные ярлыки, там впустит в ход различных бородачей или без бороды, там в камуфляжах, что мародеры, там внешние силы и так далее, и в этом случае будут вести войска против мирного населения, против мирных демонстрантов, то я скажу, что таджикский народ – это даже не казахский народ и не киргизский народ. Мало не покажется никому. Это уже будет… Никто не может успокоить тогда Таджикистан, потому что тогда конфликт пойдет уже на жизнь и на смерть. И поэтому мы должны сейчас все делать все для того, чтобы этого не случилось, и мы должны вести огромную дипломатическую разъяснительную работу, как в направлении дальнего зарубежья, так и ближнего зарубежья, так и внутренних сил, так и Афганистана. То есть мы должны дать себе отчет, что любое движение со стороны Афганистана, не только нынешнее правительство Афганистана, но и те силы, которые ждут момента в Афганистане, оно будет использовано против таджикского народа. То есть вопрос, если закруглять эту тему, вопрос изменения власти в Таджикистане – это дело рук таджиков, которые, из сил, которые находятся внутри Таджикистана. Да, мы можем отсюда помочь, мы тоже граждане Таджикистана. Наши действия, это не рассматривается как вмешательство извне, потому что мы граждане Таджикистана, где бы ни находились. Но здесь не должны вмешиваться граждане других государств, мы не должны этого допустить. Это наша стратегия, и мы должны работать в этом направлении. Я надеюсь, что дал полный ответ вашему вопросу. Если есть, мне тут говорят из студии, что еще есть 10-15 минут. Если есть вопросы, пожалуйста. Салам алейкум, устод. Алейкум салам. Худова нигабонат бошав. Ами як савол доштум. Намедонам ака фикр мекунам ҷои ин савол ҳаст нест. Багем ами дар ҳаяҷон монда кунда ами саволро мехостум батум дар шумо. Марҳамат фармоед. طولی چند سال که خطاکم تماشا میکنم و میبینم و گوش میکنم تماشا میکنم. همین دو روز پیش یک ویدیو تا تماشا کردم درباره از پاتین خلاص شدن. همین را گوش کردم. انا همین کار در چخیل بگم. بسیاری بعد نه در همین مثال یوتیوب میکنم که می این بلاگرها و ایش اوش مثال میگیرن. میگم نه در فلان چیسلا فلان ما فلان سال در تماج نمیداره آیپاتین خلاص میشیم این خیل میشیم او خیل میشیم باور نباشه همین خط همین امروز همین ویدیو را تماشا کردم خواستم همین سوالا خود دادم یک سوال دارم تمام. خب سوال مشخص‌تر فرمودروفکا کنید یعنی والا کدام این مسئله خیلی وسیع است کدام قسمتش رو گپ زنم. یک قسمت که دو روز پیش تماشا کردم آیپاتین رنگی قلدای ازبک کیرگیزستان این ارمنستان مقصد آیپاتین خلاص میشیم همین درم بورا خودت گپ زدی همین را خواستم خب اکنون روشن شد. ببینید دوستی عزیزم
مسئله این است که اگر تاجیکستان با اتحاد اقتصادی یورازی داخل شود یا نشود، سوال این است که داخل شود ما چی برد داریم و چی باخت خواهیم داشت و چرا تاجیکستان تا امروز داخل نشد با وجود آنکه روسیه شریک استراتژی تاجیکستان است، از حکومت امامالله رحمان دفاع میکند، ولی چرا تاجیکستان وارد نمی شود؟ زیرا همه میدونن که این اتحاد یوراسیایی، اتحاد اقتصادی پروژه پوتین است. یعنی میخواد ODKB و یورازیس این دو پروژه پوتین است، یکی اقتصادی یکی دیگری نظامی. نظامیش را لکه دیده استودیم و دستی در عمل. اقتصادی هم همین است که ریچگاه اساسی اقتصادی این کشورها در اختیار روسیه باشد و البته این برای استقلالیت اقتصادی کشور ما و هر کشور دیگر ضربه میزند. یعنی ما وقتی که عضو یک سازمان منطقوی میشیم، اگر سازمان اقتصادی است ما بعضی وکالت و صلاحیت ها و استقلالیت اقتصادی خود را با اون سازمان میدیم. اگر نظامی است استقلالیت نظامی رو با اون سازمان میدیم. ولی دنیا امروز همین است برادری عزیز. این معنی نداره که ما عضو کدام سازمان بین المللی نشیم. دنیای امروزه بشریت به همین سمت رفته ایستاده است که کشورها باید عضو سازمان ها باشند و یک مقدار صلاحیت و وکالت خود را به سازمان های بین المللی میدین، اما همزمان باید استقلالیت خود را حفظ کنند. تاجیکستان تا امروز پافشاری کرده ایستاده است عضو اتحاد یوراسیا نمیشد به خاطر آنکه اگر ما عضو شویم حساب و کتاب گمرکی و استاتستیکا مشترک می شود. مال از مرز تاجیکستان خطای گذشت در کامپیوتر ثبت می شود و این را خدمات گمرکی روسیه، بلاروس، قزاقستان همه می دانند. برای حکومتداران تاجیکستان دشوار می شود مبلغ ها را پنهان کردن، چون تجارت در دست خانواده خودشون هست. این مبلغ ها مجبور می شوند که به بودجت پرداخت کنند یک مقدار. سال 2011 یا 12 بود یادم نیست، وقتی که حکومت خیتای اعلان کرد که در همون سال به مبلغ 1 میلیارد و 700 میلیون دلار مال از خیتای به تاجیکستان وارد شده است. این استاتستیکای خیتای. حکومت تاجیکستان اعلان کرد که به مبلغ 700 میلیون وارد شده است. یعنی حکومتداران تاجیکستان 1 میلیارد دلار باری وارد شده از گمرک را پنهان کردند. کی پنهان کرد؟ کدام تاجرها؟ مگر یک تاجر عادی میتواند پنهان کند؟ نمیتواند. همون خانواده مونوپولی خودشون و برای چی؟ برای اینکه با بودجت دولت پرداخت گمرکی نسپارند. اگر تاجیکستان وارد شود دیگر این کار دشوار می شود. در اونجا میدزدند، دزدی خواهند کرد اما با کمتر دشواری. حداقل گمرکچی های بلاروس و روسیه و قزاقستان آگاه می شوند که همین قدر مال وارد شده است. برای همین تاجیکستان، حکومت تاجیکستان به خاطر منفیت های شخصیشون وارد نمی شوند. اما اگر وارد شوند چی فایده می آورد؟ این سوال شما قسمتی اساسیش همین است. اگر وارد شوند، تاجیکستان وارد شود، حداقل مهاجرین ما در روسیه حقوق برابر با دیگر کشورهای مثل ارمنستان و قرقیزستان و قزاقستان، بلاروس خواهند داشت که عضو همین اتحاد هستند. یعنی از سپاریدن بسیار پتنت ها، از اون رجیستراسیا و از اون مشکلاتی که الان داره خلاص میشوند. همین قدر فایده دارد. یعنی من بغیر از فایده اقتصادیش، فایده خود مردم مهاجرم در نظر گرفتم که وقتی که شنیدم که بالاخره پوتین از رحمان طلب کرده است که اگر شریک استراتژی ما هستی باید وارد شوی، مثل که امامالله رحمان دیگر علاج ندارد، بخصوص بعد از این حادثه قزاقستان دیگر میفهمد که نوبت بعدی خودش هست و اگر بخواهد که از پوتین کمک بگیرد از اینا باید اعضای اتحاد یوراسیا شود که حداقل مهاجرین ما در روسیه یک فایده از این خواهند داشت. یعنی رحمانوف نمیخواهد ولی مجبور است که امضا کند. اگر امضا کرد انشالله یک سبوکی هم به مهاجرین ما برای پتنت اینا خواهد شد. مقصدی من برادر از اون صحبت همین بود. حالا مفصل‌تر به شما باز تکرارا جواب دادم. خب دیگر آخران سوال را اگر قبول کنیم خیلی کوتاه برادر عزیز. برادر مهاجر خیلی کوتاه بفرمایید.
خب اگر برادر نیست یک مهاجرزن بوده است. اگر خانم باشد خیلی خوب نوبت رو به این بانو بتید. مهاجرزن بفرمایید. Здравствуйте. Добрый день. Уважаемый Муди Кабири, у меня был такой вопрос. Надеюсь, Да, слышно. Вы чувствуете, что волнуетесь? Нет, пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Ваш голос пропал. Очень жаль, что голос пропал, связи нет. Если ее нет уже на линии, тогда другой вопрос, и на этом закончим. Так, да, видимо, связь с ней прорвалась. Все. خب دیگر دوستان گرامی امتحان عزیز بیشتر از 2 ساعت صحبت کردیم. موضوع خیلی مهم بود. انشالله که باز این موضوع رو در صحبت‌های بعدی هم پیگیری خواهیم کرد. تا صحبت‌های بعدی یک شما رو به پروردگار عظیم و شأن می‌سپاریم. خدا نگهبان.